سلام، وقتتون بخیر. خوش اومدین به دومین اپیزود پادکست واحد مالی. چطور بود اپیزود قبلی؟ دوست داشتین؟ همیشه خوب بود؟ رو به راه بودین؟ خب امروز کنار یکی از دوستان خیلی خوبمون هستیم، سارا بازرگانی. سارا جان درست گفتم اسمو؟ بله. خیلی عالیه. الان ساعت 3 و تقریبا 30 دقیقه است. ما استودیو انعکاسیم و امروز سوم تیر ماهه. ما توی صدا آقا پارسا رو داریم. آقا پارسا خیلی شاکرتیم. برای دوربین هم ما دوست عزیزم آقا سعید رو داریم. آقا سعید دمت گرم، در خدمت هستیم. خیلی زحمت کشین. آقا هادی هم قبلش بودن تو تنظیمات این موضوعات و اینا، خیلی کمک کرد. سارا جان هم اونور آقا امیر رو دارن که آقا امیر زحمت کشن، بهشون کمک کردن برای دوربین اینا. همسر فداکار، مردی دوست داشتنی. آقا امیر ما خیلی دوستت داریم. میدونی آقا امین، من عذرخواهی میکنم. امین جان خیلی ارادت داریم. مخلص شما. ببخشید من تو اسم ضعیفم و اینا. بریم جلو. خیلی عالی. خب من یه صحبت بکنم، توضیح بدم راجع به سارا جان. سارا جان یکی از تخصصایی که دارن فراینده، تا اینجا که من فهمیدم توی پیج لینکدینشون میگفت، و مهمتر از اون یک کسب و کار جذاب دارن که من عاشق اون کسب و کارم و یکی از افرادی هستم که حتی به ما که میگن آماتور تقریبا 100 تا بازی اتاق فرار من رفتم که از سایت تایم فور فان رفتم. تایم فور فان یه پلتفرم اتاق فراره که یعنی با میریم اونجا اتاق فراری که میخوایم بریم اون رزرو میکنیم و میریم. من عاشق هیجانشم و خیلی دوست دارم. سارا جان در خدمتیم. شما چطوری؟ خوبین؟ لندن هواش چجوریه امروز؟ خوبه، عالی. امروز آفتابیه استثنا. خب آره امروز آفتابیه. منم خوبم، عالیم یعنی، و امیدوارم که مفید باشه این صحبتی که داریم برای شنونده‌های شما و بیننده‌های شما، کسی که شما رو دنبال میکنن. حتما که خوبه، حتما که خوبه. میخوایم راجع به حس و حالمون صحبت کنیم. من چیزی که فهمیدم وقتی راجع به زیست و زندگی و حس و حالمون بگیم، حالمون همیشه بهتره، چون میبینیم آدمای دیگه کنارمون مثل خودمون زندگی میکنن و یه فضای تصنعی که داریم توی اینستاگرام و اینور اونور اینا میبینیم، یه ذره از اون میایم بیرون. خب چی شد حسابداری رو شروع کردی سارا؟ حسابداری رو در واقع حسابداری شغل خانوادگی بود. پدرم حسابدار بود. حسابدار دیگه بود چون الان بازنشسته شده. خدا حفظش کنه. و از بچگی یکی از شغلایی که بهش نزدیک بودم حسابداری بود. اون موقعی هم که ما تحصیل کردیم خیلی دستمون باز نبود برای اینکه علایقمون رو با توجه به متدهای آموزشی که تو ایران هست، مثلا می‌خوایم ببینیم موسیقی دوست دارم، بازیگری دوست دارم، نمیدونم هنرهای دیگه دوست دارم، ریاضی، خیلی یه درسای محدودی رو می‌خوندی و بعد انتخاب رشته می‌کردی. واسه همین نه اینکه خوب نباشه، ولی خب با اون محیط اون موقع و اون حق انتخابی که داشتی، حسابداری انتخاب من بود، انتخابش کردم و چون حوزه تحصیل کردم. مثلا چه سالی میشده اون موقع؟ من فکر کنم سال 87 رفتم دانشگاه و البته که من توی مدرسه هم حسابداری خوندم، یعنی 2-3 سال قبلش هم حسابداری خوندم چون فنی، اصلا رفتم هنرستان. بعدش هم که رفتم سر کار، 2 بار کارآموزی رفتم تو 2 تا شرکت مختلف. یکیشو کنار پدرم کارآموزی کردم، اولیشو، دومیش رو یه شرکتی که تو حوزه بورس کار می‌کرد کارآموزی کردم، تا اینکه رفتم تو دفتر مرکزی کارخونه تولیدی به عنوان حسابدار برای اولین بار به صورت رسمی رفتم سر کار. و حالا نکته جالبی که بخوام بهتون بگم اینه که روز اولی که رفتم سر، حالا بگذاریم از اون تایمی که رفتم سر کار، فرداش و وقتی بعد ازش برگشتم خونه به مادر پدرم گفتم که خب من فردا اینجا نمیرم سر کار. گفتم که من نمیرم سر. خیلی پیش اومد برام مثلا دوباره بهم زنگ می‌زدن یا حالا دیگه اینقدر بعد جواب نمی‌دادم، یه جواب می‌دادم گفتم نه من اولین روز کاری رو تجربه کردم، دوست نداشتم. بعد حالا پدر و مادرم بهم گفتن که بابا حالا یه هفته برو حداقل بعد تقاضای بازنشستگی کن. گفتم نه دیگه، اصلا میدونی مثل چی میمونه؟ سر کار رفتن هم مثل هر چیز دیگه ای، مثل ازدواج کردن، باید اون درسته که باشه تو خودت حسش میکنی. چه جالب. برای من حداقل اینجوری بود، یعنی میگفتم که حس نکردم که اینجا محل کارمه، پس فردا نمیرم. خلاصه نکته جالب اینه که اینجایی هم که رفتم سر کار و بهم گفتن بیا استخدام شدم، اینو تو حوزه تخصصی خودم بود کامل. اتفاقی که افتاد این بودش که یه روز تو خونه بودم، من فکر می‌کردم، یهو بهم زنگ زدن گفتن که چرا نیومدی؟ گفتم مگه من امروز میومدم؟ گفتن که آره دیگه امروزی. گفتم نه من فکرم از شنبه باید بیام. خلاصه گفتم اوکی من از شنبه میام دیگه، الان امروز که دیگه نمیتونم سریع پاشم بیام. اعتماد به نفسم خوب بود، با اینکه کار به سختی پیدا میشه، ولی خب دیگه حالا خوش شانس بودم یا اپروچم هر شکلی که بود اون موقع بهم کمک کرد. با اینکه نرفتم، این روز اولام نرفتم سر کار، مدیر مالی خودش بهم زنگ زد گفت شما چرا نیومدی سر. خلاص اونجا ولی دیگه رفتم سر کار.
با اینکه محیطش هنوز اون محیط فانی که من میخواستم نبود، ولی احساس کردم اینجا جاییه که باید یاد بگیرم. محیط فان یعنی چی؟ دوستش چجوری باشه؟ من کلا محیطای خشک مدل سفت و محکم رو نمیپسندم. من یه جایی دوست دارم که مثلا در بزنی بری تو رو دوست ندارم. محیطایی رو دوست دارم که همه کنار هم میشینن، با هم دیگه کار میکنن، کسی رئیس اون یکی نیست، کسی زیر دست اون یکی نیست. اون محیطات شاید مثلا برای یه سری جذاب باشه، خب سلیقه است، یه سری تو یه سری بیزینس ها کاربرد داره، ولی خب دیگه اون موقع‌هایی که مثلا سال 91 92 بود من رفتم سر کار، ولی اون موقع دیگه همین بود، یعنی خیلی هم دستمون باز نبود که بخوایم جای رو پیدا کنیم که مثلا با روحیات من سازگار باشه. خلاصه رفتم سر کار برای اولین بار اونجا. جالبه که بگم اولین کاری هم که بهم دادن این بودش که یه عالمه فاکتور دادن، گفتن اینا رو مرتب کن. خب من مثلا نظرم این بودش که مثلا الان میرم همه چی و سیستم و اینا قراره کار کنیم، ولی خب دیگه اپروچشون این بودی که اول فاکتورها رو مرتب کن. فکر کنم فاکتور 6-4-5 ماهشون همینطوری پخش و پلا بود، کسی نبود مثلا مرتب اینو پانچو منگنه و زونکن. آره من و هم برادرم یه چیزی از فکر کنم پدرم به ارث بردیم. ما هر کاری رو بهمون میدن سریع می‌خوایم انجامش بدیم، یعنی یه ددلاین همیشه تعریف می‌کنیم، بعد سریع تو اون ددلاین کارا رو انجام بدیم. خیلی موقعا این تو محیط کارمندی به ضررمون تمام شده، چون مثلا تو کارو سریع انجام میدی، تو یه سرعتی داری کارا رو انجام میدی، بعد کارفرما تو فکر می‌کنه این چرا بیکار نشسته. آره فرهنگ ایران خیلی این هست متاسفانه، که مثلا کارفرما بیشتر به این فکر می‌کنه که خب پرسنل من چند ساعت داره کار می‌کنه، به این فکر نمی‌کنه که بابا هر کی توانایی داره، هر کی یه کاری رو توی تایم میتونه انجام بده. خلاص شروع کارمون این شکلی بود. تو همین شرکتی که بودم، خب من راستش وقتی هم که رفتم خونه بعد روز اول کاریم به بابام گفتم که ببین بابا من آدم 30 سال کار کردن و بازنشسته شدن نیستم. حالا من میرم سر کار چون به هر حال باید برم سر کار پول در بیارم، ولی این نیست، اصلا این من نیستم. حالا کار میکنیم یه پولی در میاریم، ولی باید بگردم ببینم چیه قضیه، اینطوری میک سنس نکرده برام این کاره. خلاصه رفتم سر کار و اون چیزی که بهش علاقه داشتم راستشو بخوایم تو کار، اصلا سند ثبت کردن و نه اینکه دوست داشتم و برام جالب بود، ولی نمیتونستم یه کاری رو که تکراری بود و هی بارها تکرار کنم. این شرکتی هم که رفتم خب خیلی کارا من دستی بود، کارا دستی انجام میشه. نشستم پروسه ها رو نگاه کردم، دیدم که خب یه سری کارا رو میشه اتوماتش کرد. مثلا مغز آدمیزاد برای این نیست که مثلا یک سند تکراری وقتی یه سورس مشخصی داره ازش داره میاد، چرا اینو یه آدمه میاد هی بدهکار میکنه و اسناکار میکنه. حالا الان کسایی که میشنون این حرفای منو شاید براشون مسخره باشه، چون ما الان نه به خدا الان هم خیلی جا همینه ها، یعنی شاید باورت نشه ولی همینه. خیلی برای من عجیب بود. گفتم من به مدیر مالیمون گفتم که من احترام قائلم برای کاری که تو به امروز اینجا انجام شده، ولی اجازه بدین من اون گوشه برای خودم یه سری کار رو اتومات کنم آدما انجام ندن. کاری که تکراریه رو برای این ساخته نشده که آدمیزاد انجام بده. تو حالا تو تازه اومدی و کلت به قرمه سبزی میدونی، هر کاری دوست داری بکن، ولی خیلی امیدوار نباش به چیز اینا. خلاصه من شروع کردم از سیستم حقوق دستمزد اتومات کردن که همون جایی که تو کارت میزنی، حالا انگشت میزنی، از این طرف ثبت بشه، از اون طرف وارد سیستم حسابداری بشه، از اون طرف سندش خودش جنریت، چون همه این کارا شاید باورت نشه همه این کارا دستی انجام میشد و مثلا یه تایمی داشتن مثلا فکر کن مثلا 500 تا 600 تا 700 تا پرسنل، بعد یه روزی داشتن گفتن روزهای محاسبات حقوق، یعنی یه 4-5 روزی حقوق حساب میکردن، یکی حساب میکرد یکی چک میکرد، بعد حالا می‌خواستن پرداخت کنن دوباره یکی باید لیست پرداخت. اصلا واقعا من درک نمی‌کردم اینو. میگفتم بذارید من اینو اتومات کنم بعد تست میگیریم، اگه غلط بود خروجی خب درستش میکنیم. اصلا شما یه بار همزمان شما دستیشو برو من اتومات. خلاصه با اون پارتنر نرم افزاری شرکت ارتباط گرفتم و یکی دو تا آقای برنامه نویسی بودن، با هم دیگه کار کردیم و اتومات شد. اون حقوقی که روز حقوق داشتن، یعنی روزهای حقوق داشتن 4-5 سال میکنم حقوق حساب میکردن و اینا، 20 بیاد 20 بذار. بعد آدمای قدیمی هم که با احترام به همین آدمای قدیمی ولی شروع کار کردن، کسی حرف نزنه من تمرکزم اینجوری. خلاصه من اینو کردم 2 ساعت
تو 2 ساعت لیست میومد. چند روز شد 2 ساعت؟ 4-5 روز داره با تستش و درسته و همه چی سر جاش شد 2 ساعت. کفشای آهنی پام کردم، من این دنیای وحشی رو رام کردم، مشکلاتو میذارم زیر پا میرم بالا، من مثل بالگردم، هر کجا مشکلا بزرگ شد من سعیمو زیاد کردم، حتی توی بدترین شرایط بازم به خودم اعتماد کردم. هیچ وقت یادم نمیره، تو لینکدین هم نوشتم، یه خانم مسنی اونجا با ما کار میکرد، امیدوارم هر جا هست تنی سلامت باشه. من گفتش که تو آدما رو بیکار میکنی، آدما رو از خون خوردن میندازی با این کامل میفهم. گفتم که آدمیزاد و خدا خلق کرده برای کارهای با ارزش. من نمیگم که لزوما بی ارزشه، یک زمانی شاید 20 سال پیش این کارا با ارزش بوده، ولی الان که آدمیزاد باید از مغزش جای درست استفاده کنه، نه مثل یه ماشین. خاصا علم برای هم پیشرفت کرده. ولی خلاصه که اونا که حرف من گوش نمیدادن، چون من بعد اونم مثلا منم حرف اونا رو گوش ندادم و اینا خب کارخونه تولیدی بودن، بعد قیمت تمام شده حساب می‌کردن. جنگندگیت خیلی باحاله، خیلی باحاله، این فازت خیلی باحاله. منم درد میکنه برای اینکه یکی بهم بگه یه کار نکن و من بگم نه، بذار حداقل امتحانش کنم، فوقش غلطه، منم میگم که آره من اشتباه کردم. یعنی فکر میکنم که اونطوری زندگی خیلی دیگه اینطوری یه خطی میشه. من چند وقت پیش بود توی گوی و میدان داشتم سخنرانی میکردم، قبلش تحقیقی داشتم میکردم که اصلا AI با حسابداری چی کار میکنه. دیدم که داشتم میگفتن تا آخر 2024 تو همین فاز اولش تقریبا 40% کارهای حسابداری، حالا دقیقه شدن 43 بود 42 بود، 40% کارهای حسابداری اصلا اتومات میشه میره. آقا ما مثلا مشخص مشتریمون کیه، تو حساب بانکمون داره پول میریزه، همین سند میخوره میره دیگه، معلومه کی به کیه دیگه، اصلا تنخواه معلومه دیگه، اصلا یعنی دیگه اینقدر دردسر نداره دیگه. آخه کامل درک میکنه قشنگ حرفی که میزنی. چه سالی بوده داشتی این کارو میکردی؟ همون 92 93 بوده؟ آره 92 93 بود، چون من کلا از 92 فکر میکنم 92 بود، شاید تابستون 92 بود که به این کمپانی، به این شرکت من سعی می‌کنم که کلمات کاملا فارسی انتخاب کنم، ولی دمت گرم، کار خوبی می‌کنی. جایی که هستم نداره، ولی خب پیش میاد انقدر اینجوری حرف میزنی پیش میاد. به این با این کمپانی، با این شرکت کارمو شروع کردم و فکر می‌کنم تا 90 اواسط زمستون 95 بود که باشون همکاری داشتم. برای همین این کارهایی که اتفاق افتاد بیشترش بین 93 اینا بود، 90 تو سال 93 بود، یعنی یک سال من با این شرکت 6 ماه آشنا شدم، بعد شروع کردم پروسه‌هاشون رو نگاه کردن و اینا. و کار بعدی که دیدم اینا قیمت تمام شده حساب می‌کردن، بعد 2 هفته 3 هفته قیمت تمام شده، شاید 1 ماه قیمت تمام شده حساب می‌کردن. بعد همه چی کاغذی بود، یعنی بهتون بگم که من فکر کنم از زمان شاه مونده بودیم چون فرماشون بهش نمیخورد که اون فرما رو مثلا بعد تو این یعنی بعد زمان شاه اون فرما خدایی سال 92 اکسل بوده، یعنی من مطمئنم سال 92 اکسل بوده. اصلا اکسل که 100% بوده. فقط مسئله بودش که یه چیزی رو مثلا یه آقای از آمریکا اومده بود یه کاری رو فکر کنم براشون انجام داده بود، اون علمه دیگه بعد اون کسی نیومده بود دیگه، آقا حالا این علمه رو ببریم تو سیستم. اون زمان کاغذ بود دیگه، زمان چه میدونم سال 55 بود، حالا 56 میدونم چه سالی بوده، اون موقع کاغذ بود، مثلا این همه کاغذ بود، هر بار قیمت تمام شده تا اینقدر کاغذ. بعد با مداد و خودکار و ماشین حساب هست، الان هم هست بکنم میزنی کاغذ میده. آره رول باندرول، آره رول داره. وای 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 کردن حساب کردن و من گفتم، من به مدیر مالیمون رفتم گفتم که شما اجازه بدین، من اصلا هیچی، من بی سواد، شما این فرما رو بدید من میخوام بخونم ببینم چیه این فرمول، جمع و تفریق، به هر حال یه جمع، یه تفریق، 2 تا ضرب در، یه پرانتز، یه چیزیه دیگه، همه اینا رو اکسل داره. خلاصه فکر میکنم که اولش رفتم سمت این که نرم افزار حسابداری خودش قیمت تمام شده حساب کنه، منتها به خاطر اینکه دستگاه‌های این شرکت، حالا تو حوصله این بحث نمی‌گنجه بخوام وارد دیتیل بشم، در همین حد بگم که چون دستگاه‌های شرکت قدیمی بود، همچنان مال زمان شاه بود و اینا دیگه، بعدش دستگاه تغییر نکرده بود تا جایی که من میدونم، ضایعات زیاد داشت و اینا، و وزنی که می‌کردن و اینا خیلی دقیق نبود، نمی‌شد اینا آورد تو نرم افزار. خلاص من گفتم که اوکی پس بریم سراغ اکسل. رفتم
رفتم سراغ اکسل. فکر می‌کنم 2-3 ماهی روی این پروژه کار کردم و اینا دیگه توی فکر می‌کنم ما توی شاید کمتر از 7 روز قیمت تمام شده حساب می‌کردیم. یعنی من عدد رو میدادم به شیت اول و شیت آخر قیمت تمام شده هر یه دونه رو به من میداد. یه جاهایی وسط این شیت‌های آپدیت‌های قیمتی داشت، مثلا قیمتی یه چیزی تو ایران تغییر کرد، اونا رو آپدیت می‌کرد. آخه اینا اضافه مثلا من دارم 7 رو تقسیم بر 30 میکنم، مثلا میگم این چه عددی میشه، ببین مثلا میشه وای خیلی پروسه عجیب غریبی. خود مدیر عامل وقتی مثلا این تغییرات رو میدید، کارمندا مثلا من میگفتن که اضافه کار میموندن. نه تنها 30 روز محاسبات بود، بلکه خب اضافه کارم میموندن. یعنی مثلا تا 8-9 شب 10 شب 11 شب کار میکردن که این قیمت تماشا در بیاد. بعد مثلا خب وقتی من این کارو کردم مثلا اضافه کارم نمیموندم. بعد من مثلا خب تو تأثیر بعد می‌دونی، یعنی کارفرما فکر می‌کنه این کاره مثلا ارزش نداره. اپروچ با هم دیگه میگم روی کرده با هم دیگه فرق میکنه دیگه. یعنی من حسم این نبود که با موندن زیاد تو شرکت و دور خودم یه عالم کاغذ گذاشتن اصلا این حس رو من دارم کار میکنم. جالب بود، دید جالبیه. تو موضوعات حسابداری تو مالیات مثلا خیلی من به این برخوردم. یعنی مثلا میدونی یه رأی رو میرم میگیرم یا مثلا یه موضوعی رو میگیرم یک بار به گروه رسیدگی میدم، سال بعد به طرف میگم آقا ببر جلو گروه رسیدگی واسه دیگه درست میکنه. خیلی بهم میگه خب چرا این کارو میکنی؟ کامل میفهمم حرفی که میزنه. چه جالبه، چه جالبی. الان تو حسابداری فکر کنم خیلی بین بچه‌ها برمیخورن. دوستان اگه با این موضوع خیلی درگیر شدین خودتون برای من کامنت بذارین بگین از تجربه‌تون، خیلی مهمه. چون میدونین اصلا فضای کاره داره خیلی عوض میشه انگار. میدونین عوض شدنه انگار اینجوریه که شما قرار نیست دیگه کار گله رو بکنی، شما قراره که ساختار رو درست بسازی. دقیقاً. اصلا برای من جذابیت کل هر کاری اینه که فرایندش رو درست کنم. یعنی SOP که داره کار رو میکنه اسموزترین، اون راحت ترین SOP باشه. اعتقادی ندارم به این که ما اومدیم تو دنیا که پدر خودمون رو در بیاریم، که مثلا بیل بزنیم، که نمیگم لازمه تو زندگی بالا هست پایین هست، ولی سختیه باید ارزش آفرینی کنه. این که مثلا من یه عالم کاغذ بشم با مداد بنویسم تو تایمی که اکسل هست، کامپیوتر هست، برای نه سولوشن سریع داری انتخاب میکنی، منطقیه. آره دیگه. اصلا من چرا باید، من میتونم اون تایمی که اونجا اضافه کار میمونم برم با خانواده‌ام بگذرونم. و کارفرماها باید اینطوری رشد کنن که آقا پرسنل داره کار هوشمند انجام میده، ارزش اون کاره به تایمش نیست، باید بر اساس اون براش هزینه کنن برای اون کارمندم. خلاصه اینم گذشت و میتونم بگم که دیگه خیلی شرکت رفت، مالی شرکت رفت تو زمینه که دیگه خیلی کار گل نداشت راستش. یعنی همه چی سیستمی بود، با 3 نفر بدون اضافه کاری کارا انجام میشد. تا اینکه من از همون اولم که گفتم بهتون، به بابام گفته بودم که من آدم 30 سال یه جا کار کن بازنشسته، اصلا 30 سال 10 جا کار کن بازنشسته شو نیستم. یعنی روحیم اینه که یه چیزی میرن دستم باید بسازم، تحویلش بدم تا جایی که اون چیزی که ساختم احتیاج به بهتر شدن داشته باشه میمونم و بهترش میکنم. خلاصه دیگه رسیدیم، فکر کنم زمستون 95 بود که دیگه احساس کردم باید باروبندی رو ببندم و برم. یعنی وقت تغییره. اطرافیانم اونایی که خیلی مثلا چون میگن قدیمیای کار کرده بودن، تجربه زیاد داشتن، موافق خیلی این موضوع نبودن، چون میگفتن تو خب داری معاون مالی میشی، عملا معاون مالی به خاطر اینکه حقوق تو مثلا اضافه نکنه مثلا بهت نمیده این تایتل رو، و همه پروسه های کارخونه رو تو میدونی رو صفر تا میخوای بری اصلا اینجا پول تو این کار تو کن. ولی منتها من یه سری تصمیمات تو زندگیم گرفته بودم که هم برای انجام اون تصمیم به پول بیشتر احتیاج داشتم، هم این که دیگه اونجا چیزی برای ساختن نبود. یعنی شرایط شرکت طوری نبود که بخواد مثلا هدفهای بزرگتر بذاره و بر اساس اون لازم باشه من کار خاصی بکنم. روحیه مثلا این نبود که بشم مدیر مالی، مثلا برم جلسه با ممیز. این روحیه نبود. بیشتر دوست داشتم فرایند رو درست کنم. روحیم روی کار با دولت کار کردن کلا نبود. خلاصه دیگه به شرکت گفتم که من میخوام خداحافظی کنم. سفرت سلامت یار،
تو برو خدا نگهدار، واسه تو روزای خوب، واسه من غم دیدار. تو برو خدا و همراهات، برسی به آرزوهات. منم اینجا تک و تنها، دلخوشم به یاد چشم. خب از اون شرکت قبلی که بودین تقریبا اومده بودین راندمان رو 80% بهبود داده بودین، اومدین بیرون چون دیگه لذتی نداشت واسه شما، رفتین وارد دیجیکالا بشین. چجوری بود فرآیندش؟ چند جا مصاحبه، خیلی مصاحبه اینا رفتم، خیلی مصاحبه ها رو مثلا میگفتم نرم، مثلا سرچ میکردم تو گوگل میدیدم نه شرکت مثلا نیست، شرکت من نیست. مصاحبه آخر که رفتم مصاحبه با دیجیکالا بود. مصاحبه اچ آرش رو رفتم و بعد به هر کی گفتم میخوام برم دیجیکالا، مثلا اون موقع دیجیکالا مثلا 95 دیجیکالا برای خودش دیجیکالا بود، ولی از بیرون برای کسی که متخصص مالی دیجیکالا ارزش افزوده ایجاد نمی‌کرد، چون یه شرکت مثلا فروش اینترنتی اون موقع شاید الان آدم باورش نشه، ولی اون موقع همه میگفتن که کی از دیجیکالا خرید می‌کنه که بخوای مثلا تو 4 تا سند براش بزنی. کسی باورش نمیشد که نه بابا مردم دارن خرید. مثلا میدونی خیلی بسته بود محیط، نه تنها محیط از خود ایران به خودی خود ایزوله بود، از دنیا خبر نداشت. شرکت هم خیلی از همدیگه مثل الان رو لینکدین اینقدر آدم هم اطلاعات بدن. تصمیمم گرفتم، یعنی گفتم که من میرم دیجیکالا، با اینکه حالا دیجیکالا خودش داستان داره. اصلا دپارتمانی که من براش درخواست دادم یه دپارتمانی بود که هنوز وجود نداشت، یعنی تازه میخواستن یه بیزینس جدیدی لانچ کنن. رفتم مصاحبه، 2 تا مصاحبه داشت، مصاحبه اچ آر، مصاحبه تخصصی. مصاحبه اچ آر رفتم، حتی یادم مصاحبه تخصصی رو یه کار تو شرکت قبلی پیش اومد نتونستم برم و از دیجیکالا زنگ زدن که چرا مصاحبهتون نیومدین. گفتم مشکل پیش اومده، من شماره هم نداشتم زنگ بزنم، چون دیجیکالا شماره اینا که بس نمی‌کرد که مثلا تو با این تماس بگیری. امیدوار بودم که شما زودتر مثلا بخواید هماهنگ کنید، زنگ بزنید من بهتون بگم که نشد. مصاحبه رو اونم جابجا کردن، یعنی هر جا من رفتم سر کار یه اتفاقی که چی میگن فرست ایمپرشن خوبی. آره فرست ایمپرشن و داره فرست ایمپرشنش خوبی. جالب بود. رفتم دیگه سر مصاحبه دوم رفتم و نکته بامزه‌ش این بودش که وقتی رفتم مصاحبه تخصصی، اون آقای حاکوب مارکاریان مدیر اون بخشی بود که اسمش مارکت پلیس بود. تازه دیجیکالا می‌خواست پلتفرم مارکت پلیسش رو بیاره و سلر شروع کنه مثلا فروختن از اون حالتی که خودش کالا تامین کنه بیاد. آها، یعنی اون دیجیکالایی که قبلا فقط تولید محتوا می‌کرد الان می‌خواست دیگه تبدیل بشه به پلتفرم شدن، مارکت پلیس شدن. قبلا به جز تولید محتوا کالا رو خودش تو انبار خودش صاحب کالا بود، خودش می‌فروخت. الان میخواست کالای آدم‌هایی که تو مغازه دارن، فروشگاه دارن و بیاره رو سایتش شروع کنه فروختن. آره. خلاصه به من گفتش که ما گفتم خب کارتون دقیقاً چی و چه کارایی احتیاجین توضیح داد و گفتش که ما الان رو اکسل. گفتم دیجیکالا این هم برنامه‌نویس شد، تو تمام برنامه‌نویس داری، الان رو اکسل. گفتم دپارتمان جدیده الان رو اکسله، ولی 2 هفته دیگه میایم رو پلتفرم. گفتم اوکی 2 هفته، ولی ما نیرو رو الان تو رو از سون از پاسیبه ببخشید الان تو رو خیلی زود احتیاج داری. خلاصه من گفتم که اوکی من ولی احتیاج دارم 2 هفته استراحت کنم، چون البته صادقانه بهش نگفتم میخوام 2 هفته استراحت کنم. گفتم خب من باید کار شرکت رو تحویل بدم، خودم برنامه‌ریزی کرده بودم اونجا کارو تحویل بدم، صداقتت دوست دارم، میام بیرون بعد میام میشه اینا. گفتم خب من 1 هفته که باید استراحت بکنم، من 2 هفته دیگه میتونم کارامو شروع کنم. خیلی کارا انبار میشه اینا، اونی که الان داره این کارا رو میکنه تخصصش این نیست، این کارا رو دوست نداره، بعد سری گفتم برای من بالاخره بین اینا باید یه تنفس بگیرم. خلاص راضی شدن که من 2 هفته دیرتر بیام. دیگه به این که بعدم بهم ایمیل بزنم نرسید. گفت شما بیا 2 هفته بعد میشه فلان تاریخ ست کردیم و از این سوال روانشناسی اینام که پرسیدن و اینا. بعد اوکی شدیم و من 2 هفته رو مرخصی گرفتم، یه هفته رو جمع جور کردم خودم و یه هفته‌ش هم رفتم مسافرت شمال رفتم. بعد دیگه روز اول رفتم سر کار، دیدم اکسل رو شروع کردم کار کردن. سلر چیه بهم توضیح دادن، فروشنده ها سلرها نمیدونم اینطوری میفروشن، این پلتفرمی که پروفایلی که داشتن اون ادمین داشتن و نمیدونم بی آی داشتن اون چیزایی که داشتن شروع کردم توضیح دادن اینا. خلاص 1 ماه شد 2 ماه شد، من گفتم که این پلتفرمی که میگفتین میاد و اینا
سیستمی میشه چی شد آقای هاکوب؟ هنوز ما داریم اکسل با من تازه یه جا دیگر رو انداختم. بعد یه آقای اومد از بغل ما، هم که داشتیم صحبت کردیم رد شد، اسمش آقای حمزه بود. حالا نمیدونم چقدر مخاطبای شما یا شما میشناسید این بچه‌ها رو. آقای حمزه اون موقع مدیر پروداکت دیجیکالا بود. گفت این آقا رو دیدی رد شد، هر چی فیچر می‌خوای با خودت بری با زبون ازش بگیری. اینجا همه چی اولویت بندی دیجیکالاست، تا 1000 نفر 1000 تا فیچر میخوان. گفتم یعنی هیچی آماده نیست برای این. اوه یعنی اون چیزی که گفت و رو هوا بود اصلا. بعد بچه‌ها شروع کردن شوخی کردن و ما خب دیجیکال اوپن آفیسه، شما همه کنار هم دیگه میشینید، در نداره، کسی تو اتاق مدیر نیست بره مثلا تو اتاق خودش بشه، همه کنار مدیر و کارشناس و جونیور و سینیور و اینا همه کنار هم میشینید. محیط مثلا اون موقع دیجیکال خیلی محیط جذابی داشت. بعد گفتم اوکی باشه، من برم با اینا ببینم اینا چه جورین، اصلا اخلاقاشون چه جوری. اینا اول رفتم از در دوستی با آقای حمزه ارتباط گرفتم و چطورین و من فلانیم و ما یه پروژه قرار با شما داشته باشیم و خلاصه شروع کردیم کم کم جلسه رفتیم یه برنامه‌نویسی رو تو اون حوزه که تو مالی تخصص داشته باشه به معرفی کردن و ما شروع کردیم با هم کار کردن. حالا سرتونم درد نیارم از حوصله پادکست شما خارج نه اوکی. مثلا این وایس جنریت بشه اینا. آها فاکتور رو یعنی بزنن. آره فاکتور داشته باشیم، بدونیم ریز فروش هر کی چیه، چون همه اینا منوال بود، همه تو اکسل بود. ریز فروش هر کی چیه. خب اون موقع دیجیکالا فکر می‌کنم 10 تا سلر داشت وقتی من رفتم. الان فکر می‌کنم 30-40 هزار تاشون بیشتر سلر داشته باشه. الان دقیق یادم نیست عددشو، ولی آخرین سالی که من دیجیکالا بودم مثلا تارگتشون 10,000 تا بود. الان قطعا خیلی بیشتر از اینا، شاید 100,000 تا هم داشته باشن. دیگه ما شروع کردیم با این برنامه‌نویسا دوست شدن و کارمون رو تو اولویت اینجوری بنداز جلو، مثلا کار کنیم و تست کنم، سری برم بالا سرش بیام به اینجاش درست نبود، اینجاش اینجوریه، اینجا رو بیا اینجوری بکنیم. سخت هم هست. تو حسابدارا خیلی نیاز به این موضوعات دارم. میدونی من خیلی وقتا میبینم که اون ارتباط گرفتنه، نیاز رو گفتنه، مذاکره کردن تو حسابدارا بعضی وقتا ضعیف میشه. حالا بچه‌ها که کار مالیاتی میکنن خیلی توی موضوع قوی میشن، ولی خیلی از بچه‌ها که تو کار اجرا میمونن یا حسابرسی صرف انجام میدن یه ذره تو این ضعیف میمونه، ولی خیلی نیاز دارم به این موضوع. حسابدار خیلی یعنی خیلی جدی و دیسیپلینی. و بعد الان حالا من خیلی وقت تو محیط چی میگن حسابداری کار نکردم، ولی اون موقع مثلا اینطوری بودن که مرغشون یه پا داره و این باید حتما این شکلی باشه و وگرنه من باید جواب اونو بدم، جواب دولت رو بدم، جواب فلان رو بدم. میدونی همه این دیدو داشتن. بعد مثلا همکارم هم شوخی میکردن، میگفتن تو واقعا شبیه حسابدارا نیستی، مثلا اپروچ تو میری سراغ آدما، میخوای دوست بشی باشون، ازشون نه که ازشون سوء استفاده کنیم، ما کارتون رو بندازیم، کارو میخوایم راه بندازیم. آره اینا خیلی برچسبایی که رو ماها مونده ها، میدونی عین برچسب و اتیکته. آره. رو خودمون میچسبونیم، خیلی وقتا هم لذت نمیبریم ازش. آره به خاطر میگم از برچسب زدن به آدما باعث میشه اگه اونجوری هم نباشن اونجوری بشن. تو علم روانشناسی این شکلیه که شما حالا به تو هر حوزه برچسب بزنی ناخودآگاه اون رو به اون آدم تلقین می‌کنی و نباشم میشه. خلاصه اینطوری شد که ما شروع کردیم کار کردن، یک رو یک گذاشتن تا ببینیم چجوری پیش میره. و خب روزای سختی هم داشتیم. من توی دیجیکالا تا یک شب هم سر کار بودم، تا یک شب با برنامه نویس، با تیم برنامه نویسی که داشته کار میکرده باشیم و مشکلات رو رفت، چون خیلی بیزینس پیچیده بود. بیزینس الان چی میگن معما چو حل گشت آسان شد. واقعا اون موقعی که من این دپارتمان رو تو دیجیکالا، اول اصلا دپارتمان نبود، یه مارکت پلیس بود، یه نفر مالی می‌خواستن که فرآیندم بلد باشه، من بودم. الان دیجیکالا دپارتمان کامرشال فایننس داره، یعنی اون یه نفری که من بودم. الان فکر می‌کنم زمانی که من از دیجیکالا خارج شدم یه تیم 12 نفره بودیم، الان نمیدونم یه تیم چند نفره. ولی خلاصه خیلی پیچیده بود، چون بیزینس ریتیل داشت، خودش تو انبار کالا داشت، بعد خودش کالا ارسال میکرد، از اون طرف سلر میفروخت، سلر باید کالا ارسال میکرد، قیمت کالای سلری یه چیزه، قیمت کالای دیجیکالا یه چیزه، کدوم بیاد تو کدوم اینوایس، هر کدوم جو خیلی اصلا یه چیز عجیب غریبی بود. ما فکر کنم حتی به یه باگی خوردیم
که یکی از سخت‌ترین روزهای کاری من توی دیجیکالا بود. من یه روز صبح رفتم، خیلی مشکلات مختلفی داشتیم، خب پرداخت‌ها به موقع انجام بشه، سله خب شریک خارجی شرکت بود و اینا. یه روز صبح رفتم دیجیکالا، سیستمم باز کردم، همه صورت حسابای من 1 2 3 10,000. گفتم مگه میشه؟ ما اینجوری فروخته مثلا هفته، مثلا 2 روز گذشته، هفته گذشته، این چه عددهای عجیب غریبه. خلاصه فهمیدم که یه دپارتمان، یه تیم دیگه یه فیچری خواسته از تیم فنی فیچری رو رفته بالا، کل فروشای سلر تو اون فیچر دیده نشده و اصلا سفارشا دیده نشده، اصلا همه اینوایس‌ها همه چی غلطه. خلاصه فکر کنم شهریور بود این اتفاق افتاد، شهریور 96 بود، چون من زمستون 95 رفتم دیجیکالا و شهریور تابستون 96 شروع کردم با تیم فنی کار کردن، میرفتم پیششون، از طبقه خودم میرفتم پیششون باشون کار کردن اینا. شهریور فهمیدم بود این اتفاق افتاد و بعد دیگه جلسه با مدیر عامل برو چی شده و جواب سلر رو باید بدیم و از این داستانا. خلاصه اینطوری شد که من رفتم خیلی واقعا روزای سختی، یعنی اون روز که من رفتم و کامپیوترم رو روشن کردم اون اینوایس‌ها رو دیدم اصلا شوک شدم و اصلا دیگه نمیدونستم چجوری با هندل کنم، چون من همزمان باید جواب تلفن‌های مالی سلر رو هم من همین می‌خواستم هر وقت این اتفاق میفته اول میگم واسه کنی حسابداری. آخ جوابشون هم من میدادم و توجیهشون هم برای اینکه من تلفن رو جواب بدم این بودش که مثلا خب کسی مالی بلد نیست، تو فقط مالی بلدی. بعد من گفتم منم کار فکری میکنم، از این طرف تلفن من نان استاپ زنگ میخوره، خب من نمیتونم همه اینا رو انجام بدم. ولی خب دیجیکالا اصلا اینطوری که من نمیتونم نداره، تو به دنیا اومدی که بتونی برای دیجیکالا این کارا رو انجام بدی تا وقتی کارمند بشی. بامزه از یه جهاتی محیط بامزه بود، تو رو خیلی به چالش می‌کشید، ولی بعضی روزا واقعا خیلی فشار سنگین بود. فکر می‌کنم دیجیکالا اولین جایی بود که من برای کار بارها گریه کردم. اینقدر فشار زیاد بود و من مسئولیت داشتم و من باید جواب میدادم، نمیتونستم بگم به من چه برد یکی بگم. دلم یه استراحت طولانی میخواد، یه قایق بی خیال تو دریای طوفانی میخواد. دلم میخواد چشامو باز کنم اون که جاش خالیه، بعد این انتظارای طولانی بیاد. دلم فقط یه جاده میخواد و تو من بقیه شبامو دیگه با تو صبح کنم. بیای کنارم بگیری استرسو ازم و بندازم تو قلبم و دلمو قفل کنم. دیگه خلاصه از اونجا دیگه تو جلساتی که با مدیر عامل رفتیم به این نتیجه رسیدن که سارا خانم بازرگانی بره تو تیم فنی بشینه کنارشون این مشکل حل بشه. فکر می‌کنم حدود 1 سال کنار تیم فنی نشستم دیگه. اونجا بود که کلا مسیر زندگیم عوض شد، یعنی از حسابداری کامل بیشتر فاصله گرفتم. تقریبا کارم شبیه شد به پروداکتی که کارش تحلیل پروداکت مالیه، پروداکتی که مفیده برای مالی. و شروع کردیم همه پروسه ها رو به ما گفتن که ما یه سیستم مالی میخوایم برای مارکت پلیس که قراره تو در نظر بگیری 100,000 تا سلر رو بتونه ساپورت. بعد خیلی چالش داشت. ببین آخه ما با تیم‌های حسابداری کار می‌کردیم که اصلا میگفتن تو برای هر درخواست پرداخت باید برای من یه برگه بفرستی که من درخواست این میزان پرداخت رو دارم با امضا. گفتم بابا به خدا من تو شرکت قبلیمون راه رو رفتم، این جاده‌ای که شما توشین رو من آسفالت کردم، یه اجازه بدید یه ذره اپروچمون رو عوض کنیم، یه ذره توی نگاهمون به اون که نیازمندیمون چیه تجدید نظر کنیم. خلاص واقعا راضی کردنشون سخت بود. برام میشه مدیر عامل یادم گفتم که ببینید شما میگید ما 100,000 تا نه اصلا 10,000 تا سلر داشته باشیم، شما هفتگی با اینا تصفیه می‌کنی، شما چطوری میخوای به ازای هر کی یه برگه صادر کنی؟ اصلا کاغذهای جهان و شما درختای جهان رو تموم میکنی. آره. یادم مدیرمون به من تو جلسه تمام شد، جلسه داشتیم همه بودن، همه مدیر عامل و مدیرای مهم و مدیرای مالی و منم رفته بودم. منم سنم هم کم بود، میگن زبونم هم دراز بود. خب این خیلی خوبه، من خودم دوست دارم این حالتو. بعد مدیرمون اومد و من گفتش که ببین سارا، مدیر مالی شرکت برگشت گفتش که این کارمند شما آقای هاپو کارشو بلده، ولی
زبونش خیلی درازه. گفتم که ببین شما از من یه چیزی خواستی، منم باید اون چیزی که خواستی انجام بدم دیگه. انجام بدم. حالا زبونم درازه که تخصصم مهم، بعد با هم دیگه کار کنیم نیازی نیست که بریم پیش مدیر عامل که حالا من بخوام چیزی بگم که برای مثلا دپارتمان مالی بد بشه. دیجیکالا رسید به جایی که دیگه 10,000 تا سلر رو بدون یک برگه هندل میکرد، پرداختاشون انجام میشد، صورت حسابا لحظه‌ای صادر میشد از سیستمی که صورت حساب با اکسل ساخته میشد. حالا بعد میرفت کاغذش میرفت تایید میشد، دستی چک میشد، دبل چک میشد تو واحد مالی. آره دیگه همه اینا توی فکر میکنم دیگه تقریبا سال 98 بود، قبل کرونا. دیگه این پروسه همه درست شد دیگه، همه چی تو لحظه صورت حساب صادر میشد، نیازی به دبل چک نبود. پروژه‌های جدید اومد، پروژه جدید تعریف شد که اتومات انجام بشه. مثلا این کارهای سلر آسیب دید چی کار کنیم که اتومات پولش رو بدیم. یه عالم پروژه اینا خوشگل‌کاریاش هم انجام شد و دوباره رسیدیم به لحظه‌ای که سارا به خودش فکر کرد که خب دیگه یه وقتشه که بریم. چقدر جالبه، کوچی که داری میکنی، جابجایی شغلی که داری خیلی جالبه. میدونی فضا اینجوری شروع می‌کردی که میرفتی یه جا. آره بگو. خودم وقتی به این مسیر نگاه میکنم میبینم اولا من چقدر نمیدونم، الانم البته همون جوری هستم ولی خب هرچی کوچولوتری بی تجربه تری برات گذشتن از چیزا راحت تره. تو راحت مثلا میگذری از معاون مالی بودن کارخونه تولیدی یکی از بزرگترین تولید کننده های ایران. نمیدونم شما مهندس دهش رو میشناسین یا نه؟ من سوالات آشناشون نداشتم. توی ایران خب ایشون یکی از بزرگترین تولید کننده ها تو ایران بود. از زمان شاه داشته کار میکرده، قدیمی بود، 2 تا کارخونه داشته. وقتی به مسیر نگاه میکنم اینا خب داشتم برای همچین جایی کار میکردم و همه بهم میگفتن بابا وایسا سر کاری که بلدی، عادت داری، صفر تا صدش رو میدونی. ولی من احساس میکردم که دیگه برام جذاب نیست، یعنی منو به چالش نمیکشه، منو تو نقطه امنم نگه داشته. آره من آدمیم که وقتی تو نقطه امن قرار میگیرم احساس میکنم که دارم عقب میافتم. یعنی یه ایرادی هست که من هیچ تهدیدی رو حس نمیکنم، یه جای این زندگی داره میلنگه. من که پستات اینسات هم اینو خوندم اتفاقا. توی که پستای اینسات اینو نوشته بودی که اگه جایی حس کردی که یه سختی نیست، یه دردی نیست، تو داری درجا میزنی و لازمه که یه حرکتی به خودت بدی. چقدر جالب. به این موضوع خیلی اعتقاد دارم. زندگی رو سخت میکنه ولی واقعیتش اینه که نمیگم من اینو تاکید کنم حتما هر کی که میشنوه اینو در نظر بگیره. من چیزایی که میگم نظر شخصیمه، نمیگم این درسته. اصلا تو جایگاهی نیستم که به کسی بگم چی درسته چی غلطه. من تجربه خودم میگم تو زندگی، اون چیزی رو که من کسب کردم. خلاصه با ادوایسای همه که بودم گفتم بابا این کارو نکن. مثلا رفتم دیجیکالا و تو دیجیکالا که خب من از صفر شروع کردم، یعنی کاری رو انجام میدادم که مثلا اطرافیانم بهم میگفتن بابا معاون مالی فلان جا بودی، مثلا تو این همه کار میکنی، بعد اومدی مثلا با اکسل تازه دوباره داری کار میکنی، بعد با چیکار داری میکنی واقعا؟ من میگفتم نه، بذار اون چیزی که ساخته میشه یه تغییر بزرگی توی بیزینس تو ایران ایجاد میکنه. من میشم اولین کسی که این کاره رو کرده. اصلا برام مهم نیست فردا مدیران دیجیکالا اینو براش ارزش قائل بشن یا نه، بهش احترام بذارن یا نه، این دغدغه من نیست. من تو زندگیم چیزی رو ساختم که تو ایران وجود نداشته، چیزی که وقتی دادن بهم نه سر داشته نه طعم، اصلا آره وجود نداشته. جالب بود برام و رفتم دنبالش. بعد تو دیجیکالا خب من سوپروایزر واحد مالی مارکت پلیس شدم که دیگه اون موقع تغییر کرده بود به کامرشال، چون هم ریتیل هم مارکت پلیس، حالا اونایی که تو حوزه ای کامرس اطلاعات دارن مثلا متوجه منظور من میشن، هم این 2 تا قسمت ادغام شد یه قسمت. و به خاطر اینکه من مالی مارکت پلیس رو اسوپیاشو خوب چیده بودم و خوب اتوماسیونش خوب انجام شده بود، فرآیندش درست در اومده بود، مدیرای خارجی که به دیجیکالا اومدن و ما باشون کار میکردیم، با مدیرای، چون مارکت پلیس مدیرای خارجی خودش رو داشت، 2-3 تا مدیر خارجی برای هر دپارتمانی دیجیکالا آورده بود که کارا بهتر پیش بره. اون موقع اینطوری تشخیص داده بودن اینا. با مثلا مدیرای خارجی که از روسیه فکر می‌کنن آورده بودن برای دپارتمان ریتیلشون و مالیشون، گفتن که این مثلا سارا هست، ریتیل و مالی ریتیل رو باهاش ادغام کنید به عنوان مالی ساید بیزینسی. و فرآیند اونم چیدیم، اونم درست شد و دیگه من سرپرست مالی
کل دپارتمان کامرشال بودم، حالا فارسیش میشه بازرگانی فکر میکنم، و یه مدت هم اینطوری کار کردم و تو کرونا بود ریموت شدیم. جز اولین دپارتمان های فکر میکنم ادغام، یعنی با بک‌گراند مالی بودم که اصلا ریموت هم تونستم مجموعه‌مو ساپورت کنم. چون ببین دپارتمان ما کامرشال فایننس فقط مالی نبود که، هم مالی بود، یعنی هم باید با اعداد و ارقام پرداخت‌ها سر و کار می‌داشت، هم باید درخواست میداد که الان پلتفرم به چی احتیاج داره که کارا بهتر انجام بشه، هم باید تست میکرد که آیا این پلتفرمه خوب داره کار میکنه برای سلر، برای کارمندی که بعد من میاد میشینه مفیده، و همین که برای آینده فکر میکرد بیزینس با توجه به اون چیزی که برای 5 سال آینده میخواد زیرساخت‌ها باید چیا باشه. یه دپارتمانی بود که اصلا فقط مالی نبود. خلاصه کار کردم تا اینکه فکر میکنم توی خودش عملا انگار کسب و کار دیگه بوده اصلا. آره دقیقاً کسب و کار دیگه بود که تو دل یک کسب و کار بزرگتر بود. خلاصه کار کردم تا فکر می‌کنم دوباره توی یه زمستونی بود، البته قبلش بهش فکر کرده بودم، توی زمستونی بود، دوباره زمستون 99 بود دیگه، اون نقطه امنه ایجاد شده دیگه. مثلا من یه مدیریم که یه لپتاپ دارم، یه ماگ دستمه، از این جلسه به اون جلسه همه چیو بلدم، همه چیو میدونم، فقط دارم میگم تو این کارو بکن، تو این کارو نکن، اینجوریه اونجوریه دیگه. خب این خود این علت بود. تغییرات مدیریتی دیجیکالا که مثلا خب هر 3-4 ماه مدیر جدید می اومد، بعد تو با آدم جدید باید کار می‌کردی، بعد کار تو بلد نبود، بعد دوباره بهش توضیح میدادی، اینا یه مقدار فرسایشی شده بود دیگه. احساس کردم دیگه داره نقطه امن میشه. حتی من وقتی جلسه رفتم با مدیرم اون موقع گفتم من میخوام استعفا بدم، راستش استعفا هم بیشتر، حالا یه چیزی بگم که بدآموزی داره برای شنونده‌ها، اینه که به ما گفتن که دیگه حضوری بیاید سر کار. هنوز کرونا بود، سال 99 بود دیگه. من گفتم که بعد دلیل بیارید دیگه، کارا که داره خوب پیش میره، اوکیارا که ست شده داره درصدش بالای 80-90، ما هر 3 ماه داریم میت میکنیم، به چه دلیلی باید بچه‌ها حضوری بیان تو این شرایطی که هنوز واکسن نیامده و اینا. گفتن که نه، مدیریت تشخیص داده که شما باید حضوری بیاید. من آدم نیستم که مدیریت برام تنهایی تشخیص بده این کارو بکنم. شما زحمت بکشید دلیل منطقی بیارید. مدیر بودن یه سیگنیچره، ریزن نیست که اصلا هیچ جای دنیا نیست. خلاصه گفتن نه، تو لجبازی نکن و به تیمت بگو همه با هم بیاید سر کار، تو نیا، تو مدیری میتونی. مثلا گفتم من آدما رو بفرستم سر کار، بعد خودم از این دور وایسام بگم من نمیام شما وایسی، نمیشه که. اصلا اپروچ من این نیست. من با بچه‌هام زندگی میکنم، کار نمیکنم. یه تیم 12 نفری ما با هم زندگیمون رو شیر کردیم. من نمیتونم این نگاهو داشته باشم. گفتم باشه اگه باید بیان بچه‌ها سر کار، من به بچه‌ها نمیگم بیان سر کار، شما سرپرست جدید، مدیر جدید براشون انتخاب کنید. اون مدیر به بچه‌ها بگه که به خاطر اینکه مدیر دیگه گفته باید بیان سر کار. من آدم نیستم که مثلا این اپروچ داشته. حالا اونجا استعفا دادم. چیش خیلی اذیتت می‌کرد، خیلی درگیرت می‌کرد؟ اون چیزی که منو کلا تو زندگی درگیر میکنه اینه که آدما فکر کنن میتونن یک طرفه برای یک چیزی تصمیم بگیرن و فقط اونو اعلام کنن. کلا عدم وجود دموکراسی منو اذیت میکنه. تو محیط کاری آدما، به من خودم میذارم جای کارمندم که داره اوکیارشو مثلا 80-90% میت میکنه، از لحاظ وجدانی دوست نداشتم این کار رو. یعنی دوست نداشتم تیم من به این فکر کنه که خب سارا یه آدمیه که هرچی بالا سریش بگه میگه چشم، فقط به خاطر اینکه موقعیت خودش رو حفظ کنه، چون حقوق خوب بهش میدن، به ما که لزوما حقوق خوبه رو نمیدن. خب این حقوقا لول بندیه دیگه. آره. اگه راجع به سارا این حرفو میزدن، سارا چه حسی بهش دست میداد؟ ببین راستش من نمیگم خیلی برام مهمه آدم‌ها در مورد من چی فکر کنن. اونجایی برام مهمه که خودم میدونم کارم غلطه. وقتی من باور دارم که کاری که میکنم، اپروچی که دارم، اپروچ غلطیه، اپروچی که من تو رو دارم از بالا به پایین نگاه میکنم، تو کارمند منی باشو. اصلا یه واقعیتی که هست اینه که اگه کارمند نباشه، اگه اون کف سازمانیه نباشه، اصلا این کمپانیه دیگه وجود نداره. کمپانی رو، شرکت رو، بیزینس و کوفاندراش نگه نمیدارن. اون آدمایی که کوچیک کوچیک تسکا رو برداشتن دارن انجام میدن، اونان که دارن اون بیزینس رو نگه میدارن، اونان که دارن بیزینس رو برن جلو. اونا نباشن تو 1000 تا خلاقیت داشته باش، تو بیشترین پول رو داشته باش. یکی باید باشه کارا رو انجام بده، یکی باید باشه مشتاق یادگیری باشه، برای یادگیری کار کنه.
و من چون باور دارم که احترام گذاشتن به کف سازمان باعث میشه که تو پول بیشتر در بیاری، رشد بهتر بکنی، اصلا نمیتونستم اینو از سمت مدیرم بپذیرم که آقا چون اون وابسته است به حقوق ماهیانه دیجیتال، اگه شما اینطوری فکر میکنید خب من راستش وابستگی ندارم و اینو حس میکردم که باید آدمای مثل من تو دنیا باشن که یه جای سفت پای ارزشاشون وایسن و بگن ببین تو خط قرمز من رو رد کردی و من به هر قیمتی واسه حقوق ماهانه کار نمی‌کنم. این برای من ارزشه واقعا. و میام بیرون و این برای تو مدیر تجربه میشه که دفعه دیگه که میخوای به یکی بگی که یه کاری بکنه باهاش جلسه بذاری، بگی من این دغدغه‌ها رو دارم، این دغدغه منه، اگه سولوشنی داری بیا با هم سولوشن رو بررسی کنیم، اگه نداری هم این سولوشن منه. این خیلی نگاه متفاوتیه، این نگاهی که بابا ما با هم دیگه داریم کار میکنیم. تو مدیری، اوکی مدیری، چرا مدیر شدی؟ به خاطر اینکه بلدی آدم‌ها رو منیج کنی، ولی به این معنی نیست که تو نظر آدم‌ها رو نپرسی. اصلا خیلی چیز ابتداییه ها، یعنی این چیزی که ما سالها براش تو ایران دغدغه داشتیم و براش اکت انجام دادیم. بعد خودمون چطوریه که من میگم باید دموکراسی باشه تو جهان و آدما بعد تو محیط کوچیک خودم به عنوان مدیر یه تیم یا با دیکتاتوری بهشون میگم تو بیا تو نه یا تو نمیشه که اصلا با اعتقاداتم خیلی فاصله. من خالی از عاطفه و خشم، خالی از خویشی و غربت، گیج و مبهوت بین بودن و نبودن. عشق آخرین هم سفر من، مثل تو منو رها کرد، حالا دستام مونده و تنهایی من. استفاده دادیم، فقط دلیلش میگم بازم این نبود. اینجا رو بحثش رو طولانی کردم به خاطر اینکه اگه مدیری شنونده برنامه شماست اینو یاد بگیریم که ما بدون تیممون هیچی نیستیم. من همیشه اینا تو شرکتم میگم، همیشه اینا بچه‌ها میگم. گفتم بچه‌ها من با شما تعریف میشم، شما با من تعریف میشین. گفتم وقتی من میمونم که تیم داشته باشم، وقتی تیم میمونه که همه کنار هم باشیم و اصلا تفاوتی نداره. ما تیمیم. تیم اون جاییه که با گیر افتادیم یه جا و همه با هم دیگه داریم شمشیر میزنیم. تیم اون جاییه که همه پشتمون چسبوندیم به هم دیگه، اسلحه ها رو آوردیم بالا داریم میجنگیم تو شرایط اقتصادی. تیم اون جاییه که میدونی همه با هم داریم سینه‌خیز بریم جلو. تو من که کاری که میکنم تیم باندینگم تو مجموعه بیشتر شه، تیم بیشتر با هم مچن، بهتر کارا رو انجام بدن، واقعا میبرنشون اتاق فرار و اتاقایی میبرن که تو شرایط بحرانی قرار بگیرن، توی اون ترس با هم مچ بشیم همه و یک معما رو حل کنیم و یاد بگیریم کنار هم باشیم. این همراهی کردنه، این همیاری کردنه، این کنار هم بودنه از این جنس کمک میکنه که شب وقتی میرن خونه میگن آخیش من دوستای خوبی دارم، من کنار آدمایی که من دوست دارم. دقیقاً. اتفاقا یه بار دیگه هم اگه اتفاق مشابه، اتفاق متفاوتی ولی با همین مضمون تو دیجیکال برام افتاد، اینه که یه سری مدیر استخدام شد و گفتن 2 لایه کنیم. یعنی من با یه مدیر خارجی کار می‌کردم، بعد یه سری مدیر این لایه استخدام کردن به خاطر اینکه اون مدیر خارجی تسکاشو پخش کنه، چون مثلا می‌خواد یه سال دیگه بره مشکلی نباشه و اینکه خب روی کورتر کار کنه، یعنی خیلی تو دیتیل نباشه. مدیری که به من اصلا شد خب دانشی نسبت به حوزه تخصصی که من و تیمم داشتیم کار می‌کردیم نداشت و اصلا تخصصش چیز دیگه‌ای بود. ما این تیم‌ها رو تقسیم بندی کرده بودم، هر پیچیده است حالا. و من افتاده بودم به یه مدیری که مثلا تخصصی نداشتیم. من به مدیرم مالزیایی هم بودم، گفتم که ببینید من با ایشون کار نمی‌کنم. شما بین اینکه من اینجا بمونم و کار بکنم یا اینکه ایشون مدیر این دپارتمانی باشه که الان فعلا مدیریتش سرپرستیش دست منه، من تصمیم بگیرید، کمکم میکنم. سرپرست اگه مصاحبه لازم باشه مدیر دیگه بگیری تو لول من کمک میکنم، ولی من نیاز دارم با کسی کار کنم که منو بکشه بالا، من ازش یاد بگیرم. من نمیتونم با کسی کار کنم که به من چیزی یاد نمیده، اینطوری من استاپ میشم توی یه نقطه‌ای. اونجا هپارت دیجیکالا ما شروع می‌کردم واسه تو جمهوری مار بری مگه میشه تو الان یه تیمی که فقط داری با اون بالا نمیشه که. گفتم من به خودم اعتماد دارم، من یه کاری کردم، تخصص داشتم، یه کاری انجام دادم و آدما
باید یاد بگیرم به اون کاری که من انجام میدم احترام بذارم. نمیشه تو هر موقع دلت میخواد یه مدیر بیرون بیاری به من اساین بکنی، بعد میگی حالا کار کنی، بعد من چون بترسم دیگه نکنه منو اخراج کنن بگم که باشه چشم هرچی شما بگید، حتی بدونم غلطه، برای من غلطه، برای آینده من غلطه، برای کمپانی غلطه. حالا برای کمپانی من کاری ندارم ولی برای من قطعا میدونستم غلطه، چون من هیچ یاد نمیگرفتم اگه میرفتم تو اون فضا. خلاصه این چالش‌ها نه که نترسم از اینکه اخراج بشم، واقعیتش اینه که اینطوری نبود که مثلا من یه بچه مایه‌دار باشم که حالا از اینجا استعفا میدم میرم اونجا سر کار، حالا اینم زبونم درازه به اینم میگم من با این مدیر کار نمی‌کنم، اصلا پولمو بابام میده. نه، واقعیتش اینطوری نبود. من اولین باری که استعفا دادم تو اولین شرکت اومدم بیرون، بجز این که من استاپ دیگه چالشی نداشتم، بودش که اصلا حقوقی که پرداخت می‌کردن، من خونه خریده بودم توی شمال تو لاهیجان، قسط بانک مسکنش نمیدونم چطوری حساب کردن از حقوق من بیشتر شد. من فکر کمتر میشه یهو بیشتر شد و من گفتم خب مثلا راهی ندارم، من باید کارم عوض کنم و اونجا گشتم دنبال کار پیدا کردم و گفتم باشه اگه به حقوق بیشتر بازم هر چیزی از صفر شروع میکنم. من یه بار از صفر ساختم دوباره میسازم 10 بار دیگه میسازم. دیجیکالام همین بود. دیجیکالام که استعفا دادم خب ازدواج کرده بودم، درسته که خونه زندگی مستقل نداشتم هنوز، ولی خب زندگی خرج داره، شما همه میدونن زندگی خرج داره. به هر حال تو اصلا شوخی نیست که تو مثلا بگی من استعفا میدم. ولی استعفا دادم هم به این دلیل هم به این دلیل دیگه هم بودش که خب با همسرم و دوست همسرم که کوفاندر دیگه تایم فور فان هستن، همسرم و ایشون کارهای ابتدایی رو شروع کرده بودن، کارهای بیزینسی سمت مهرداد کوفاندرمون بود و اینکه حالا وبسایت رو شروع کنیم اینا سمت همسرم بود و من میدونستم که این بستره هست. درسته بستره هنوز پول ازش در نمیاد، ولی میدونستم که میخوام وقتم بذارم رو بستری که مال خودمه و نمیگم همه برن فردا یه سایت بزنن برای خودشون، نه این شکلی نیست. باید اصلا روحیه کارمندی با روحیه کوفاندری حالا کارفرما، اینا دو تا روحیه مختلف، هر کدوم جذابیت‌های خودش رو داره. اصلا اگه این روحیه کارمندی نباشه این روحیه کارفرمایی به جایی نمیرسه و بالعکس اینا مکمله هم. اصلا اینو نمیگم که همه برن فردا بیزینس خودشون بزنن، نه. من واقعا بعد از دیجیکالا دیگه کمپانی تو ایران نبود که بعد تشنه این باشم که برم توش کار کنم و چیزی ازش یاد بگیرم. دیجیکالا اسنپ تفسیر میدونی مثلا برم خودم به چالش بکشم، نمیتونستم تو محیطای مدل دیگه کار کنم. چی بهت میداد اون محیط؟ اون محیط، اون تیم ورکر، اون همکاریه رو، اون ارتباط با خارج از ایران، اینکه تو آپدیت ترین تغییرات دنیا رو باید در جریان باشی. تو باید به یه زبون دیگه با یه مدیر دیگه، تو ایرانی با یه مدیر مثلا مالزیایی با یه مدیر نروژی به زبون انگلیسی باید حرف بزنی، به حرف همدیگه رو بفهمین. اوج چالش بودی و واقعا اون برای من جذاب بود دیگه. من این چالش ها رو دوست داشتم و دیدم که خب بعد دیجیکالا این چالش ها رو بعید میدونم جایی تجربه کنم. دیگه شاید زود این پله ها رو رفتم، عجله داشتم، رسیدم به یه جایی که اصلا الان دوست دارم امتحان کنم خودم. صف دیگه بسته بود. آره نه اینکه بخوام بگم الان اگه کسی تو دیجیکالا نه صف برای خودت بسته بود. آره من احساس می‌کردم که دوست دارم این چیزی که تو دیجیکالا یاد گرفتم، من که بلدم اینوایس بسازم، بلدم فرایند مالی واسه بیزینس پارتنر خارجی باید چه شکلی باشه، از وبسایت یه چیزایی میدونم که یوزر با چی خوشحاله با چی خوشحال نیست، از چی خوشش میاد از چی بدش میاد. با برنامه‌نویس کار کردم، با پروداکت منیجر کار کردم. خب امتحان کنم ببینم من میتونم توی این بیزینسی که مثلا مهرداد و امین، حالا ما هم همینطور اتاق فرار رفتیم دیگه. یعنی من اینو یه فلش بک بزنم بگم که من و امین اون موقعی که ما به باگ و اینا خوردیم و من رفتم تو دپارتمان مالی، برای اینکه بچهای فنی خیلی مثلا جدیان، من برای اینکه با اینا دوست بشم مثلا دنبال یه اکتیویتی بودم که با اینا انجام بدم که مثلا رابطه‌ام با اینا خوب بشه، مثلا به فشار نیاد تا 2 شب اونجا کار می‌کنم، 1 شب 12 شب. مثلا یکی از اولین اکتیویتی‌هایی که با هم دیگه رفتیم اتاق فرار بود و ما اتاق فرار از سایت تخفیفان گرفتیم و پروسه رزرو از سایت تخفیفان بود و این پروسه یوزر فرندلی نبود. یعنی ما میگفتیم حالا من رزرو کردم، حالا زنگ بزنم و حالا اون میگه از تخفیفان گرفتی و این روزا میتونی بیای. انگار مثلا دیدی مدلیه بعضی وقتا تو با تخفیف چیزی میگیری. آره میفهمم. بعد رفتیم بازی کردیم، همزمان
زمان امینم با مهرداد که کوفاندرمونه این بازی رو رفت تجربه کرد، بعد دیدن مثلا هیچ بستری نیست که اصلا اینا رو معرفی کنه به اینا. کدوم بازی رفتین اون موقع؟ یه بازی توی توچان بود، ما رفتیم، من و امین و دوستامون رفتیم، اسم بازی رو یادم نیست. یه سالن سینمایی باید میرفتیم، یه معماهایی رو حل می‌کردیم. موقع بازی ترسناک هم خیلی عالی. خب پس الان دیگه شما از دیجیکالا اومدین بیرون و دیگه وارد تایم فور فان شدین و اتاق فرا رفتن رو شروع کردین. به هوای تو من تو خیال خودم بی تو پرس زدم، منو برد به همان شبی که به چشای تو ظلمی زدم. من به دنیای تو با این احساس ناب عادت کردم. بعد از آن شب سرد هر نگاه تو را عبادت کردم. سال 99 بود که دیگه با مشورت با امین و مهرداد و اینا من تصمیم گرفتم که تایم بیشتری برای تایم فور فان بزنم. حالا مشاوره میدادم به شرکت‌های مختلف تو حوزه‌هایی که کار کرده بودم، ولی فوکس اصلیم روی تایم فور فان بود. یه نکته‌ای که دوست دارم بهش اشاره کنم و همیشه پس ذهنم بوده و انجامش دادم بدون اینکه علمی بهش واقف باشم، این بودش که تو هر مرحله از زندگی به این فکر کردم که شاید اون چه که من بهش باور دارم و اون چه که من فکر میکنم درسته اصلا درست نباشه. این که تجدید نظر کنم در مورد اون چیزی که بهش اعتقاد دارم. یکی از دلایلی که مثلا کارمو عوض کردم تو پوزیشنی که همه آدما بهم میگفتن بابا این تازه داره میوه میده، تازه مثلا میوه ها قشنگ آبدار و درشت شده، بعد بکنی و بری زیر سایش استراحت کنی، میوه رو گاز بزنی و خیال راحت. من چیزی که توش تجدید نظر کردم این بودش که اصلا شاید قرار نیست راحت باشم. اصلا این راحتیه اون شکلی که دنبالشین شاید اون درست نیست، حداقل برای من درست نیست. یعنی چی؟ چرا این حسو داشتی؟ ببین من احساس میکنم که آدم مذهبی نیستم کلا. یه چیزی که بهش اعتقاد دارم اینه که ما اومدیم توی دنیا باید تغییر ایجاد کنیم. نمیگم تغییر همه باید بزرگ و مفید باشه، هر کی به اندازه دایره آدمای خودش، محیطی که توش هست باید یه اثر بذاره، چون هیچی از ماها که باقی نمیمونه. ما همه چیزمون از بین میره، تنمون، پولی که در آوردیم، خونه‌ای که خریدیم، ماشینی که خریدیم، مسافرتی، همه اینا با ما از بین میره، ولی اون چه که از ما میمونه یه اثری که ما رو دنیا گذاشتیم و این اثره به این یکی به اندازه ایلان ماسک اثر میذاره، یکی هم باید باشه به اندازه سارا گذرگان اثر بذاره دیگه، یکی روی جمعیت بیشتری اثر میذاره، یکی رو جمعیت کوچکتری اثر میذاره، هر کی به اندازه توانش و اون رسالتی که برای خودش تعریف کرده. من یه استادی داشتم یه حرفی بهم میزد، میگفتش که اینجوری ببینید اون جایی که هستی مرکز دنیاست و همه نگاه‌ها و همه نتایج معطوف به توئه. پس اون مرکز دنیا رو وقتی داری بهترین کارا رو انجام بده. واقعیتش اینه که هر آدمی مرکز دنیای خودشه دیگه، تو زندگی خودش مرکزه دیگه. دقیقاً. و باید این اثر درسته رو بذاره. یعنی من یه حرفی میخوام بزنم الان، میدونید حسم از آدمایی که تو حسابداری باشون حرف زدم، حسم اینه که بعضی وقتی خودشونو میخوان تعریف کنن با عوامل بیرونی تعریف میکنن، خودشونو با کارشون تعریف میکنن، خودشونو با تایید آدما تعریف میکنن و از اون مرکزیت خودشون میان بیرون و حالشون خوب نیست. من درگیر که از این موضوعات هستم، که از اعضای حالا قبلی تیمم و خیلی اذیت میشن. میدونی هر جایی که میرم اون چیزی که میخوانو به دست نمیارن و تشنش میمونن همیشه و خیلی بده. و تو حسابداری وقتی من این موضوع رو میبینم، اون حالا عزیزی که داره کار حسابداری میکنه، حالا هم رشته خودمونه هم قبیله خودمونه، بهش میگم هم قبیله حسابدار عزیز دوست من، اصلا آقا نکن این
کارو. یعنی تو داری روح تو آزار میدی به خاطر اینکه کی به تایید بده، ولی تو باید کار خودت رو دوست داشته باشی. حتی تو صحبتات خیلی این بود، میدونی میگفتی که آقا من اون واحدی که راه انداختیم فرآیندشو خودم راه انداختم، من دوست داشتم اون فرآیندو، من برام مهم بود که خودم این فرآیندو اول خودم تایید کنم، خیالم راحت باشه کارمو درست انجام دادم. بعد اوکی دیگران نظرشون میدن، با هم دیگه حالا چالش میکنیم، میبریم جلو، میریم جلو، چک میکنیم، ریوایزش میکنیم، ریوایز کنیم، درستش میکنیم، اصلاحش میکنیم، با هم دیگه میریم جلو. چقدر عالی. خب ببخشید صحبتتون اومدم. خلاصه همیشه تو زندگی به این فکر کردم، کلا تو این چی میگن، اگه زندگی رو یه فیلم در نظر بگیری، یه هر زندگی هر شخصی یه فیلمیه. علی بندری توی یکی از پادکستاش حرف قشنگی زد، گفت هر گونه انسان که متولد میشه یک داستان جدید رو داره تعریف میکنه، یک تجربه جدید رو قراره به جهان معرفی کنه. یعنی اون چی که از متولد شدن سارا در جهان اتفاق افتاده، از متولد شدن طاها متفاوته. این دوتا هر کدومشون اثر خودشون رو دارن و هر کدومشون یه چیز جدیدی رو دارن به جهان اضافه میکنن و خلق میکنن. این خیلی مهمه. من چون همیشه درگیر این دوباره فکر کردنه بودم به تصمیمایی که میگیرم. من همیشه تو زندگی وقتی میخوام یک تصمیمی رو بگیرم، اینجوری نیست که یه بار بهش فکر کنم یا من این تصمیمه رو مثلا میگیرم، این چیزی که من فکر میکنم درسته. همیشه یه فرصتی میدم، دوباره بهش فکر میکنم، ولی نه از زاویه دید تعصباتم و اعتقاداتم. خیلی سخته، خیلی پیچیده است. جای آدمی که تعصبات و اعتقادات من نداره به اون موضوع نگاه میکنم و واقعا بعضی وقتا این موضوع معجزه میکنه. تو چیزی رو میبینی که تا حالا نمیدیدی، یعنی چشمات رو روش بسته بودی. تو همین رابطه یه کتابی خوندم، کتاب هنوزم دارم میخونمش البته، چون کتابش باید چند بار خون کتاب تینک اگین آدام گرانت که ترجمه فارسیش هم هست. فکر کنم علی بندری هم براش پادکست گذاشته، دوباره فکر کن. ببین خیلی آدام گرانت خیلی حرف قشنگی اینجا میزنه. میگه ما باید تو زندگیمون یاد بگیریم که یک اعتماد به نفس همراه با فروتنی داشته باشیم یا فروتنی همراه با اعتماد به نفس داشته باشیم. یعنی من در عین حالی که اعتماد به نفس دارم که من آدمیم که از پس کارو برمیام، من آدمیم که میدونم چی میخوام یا حالا ایکس و ایگرگ های دیگه رو میدونم، ولی انقدر فروتن هستم که بیام بگم شاید من دارم جای اشتباه میکنم. یه مثال بخوام بزنم، شما فکر کنید مثلا کیم جونگ اون رهبر کره شمالی، چی کیم جونگ اون رو تبدیل به کیم جونگ اون کرد؟ از شکم مادر که کسی این شکلی دیکتاتور متولد نمیشه. عدم وجود قدرت تجدید نظر آدم‌ها رو به دیکتاتورهایی که فقط حرف خودشون رو میزنن و اصلا حاضر نیستن هیچ حرف مخالفی رو بزنن، اینه که آدم‌ها رو به همچین موجودی تبدیل میکنه. و اگه نگاه کنی میبینید کشورهای پیشرفت میکنن که رهبران اون کشورها این قدرت تجدید نظرش رو 100% یاد نگرفتن، ولی 40% یاد گرفت. یه مثال بزنم برای دنیای امروزمون. من ترکیه میرفتم، ترکیه جمعه شنبه تعطیل بود. این دفعه که رفتم ترکیه دیدم شنبه یک شنبه تعطیله. پرسیدم چرا شنبه یک شنبه تعطیله؟ گفتش که به خاطر ارتباط با کشورهای دیگه، مثلا حکومت همون دولتی که دارن تصمیم گرفته که شنبه یک شنبه رو به جای جمعه شنبه تعطیل. گفتم خب با این همه اعتقادات مذهبی، چون ترک‌ها واقعا اعتقادات مذهبی دارن دیگه، مسلمان‌ها و اعتقادات مذهبیشون خیلی جدیه. گفتم جمعه مثلا نماز جمعهشون چیکار میکنن؟ گفت هیچ، که همه شرکت‌ها 2 ساعت مرخصی میدن، مرخصی با حقوق، به اونایی که نماز جمعه شرکت میکنن میرن نمازشون میخونن برمیگردن. این قدرت تجدید نظر حاکم یک کشوره ها، یعنی دوگم نیست میگه آقا من اصلا این خط قرمز. میدونید چه اتفاق افتاده؟ آدما خودشونو با اعتقاداتشون تعریف نکردن. آدما خودشونو با ارزش‌هاشون تعریف می‌کنن. ارزش چیه؟ صداقت، وفاداری، ارزش‌هایی که در همه جای دنیا ارزشه دیگه. خودشو با اعتقاداتش به اون چیزهایی که ممکنه امروز درست باشه و فردا غلط تعریف نکرده. نکته جالبی. واقعا به نظر من این چیزیه که تویش دانشگاهی به آدما یاد نمیدن و یاد گرفتن این چیزا فقط در گرو اینه که تو دوباره کتاب بخونی، نظر آدمای مخالف رو بشنوی، توی یه حوزه‌ای که بهش خیلی مطمئنی اعتقاد داری کتابی بخونی که اصلا داره عکس نظر تو رو میگه، اصلا میخواد نظر تو رو تخریب کنه. ولی نه، خیلی سخته این کار. کامل میفهم. خیلی سخته. من شنیدم که توی یه سری دانشگاه‌ها تو آمریکا کلاسایی هست، کلاسای گروهی میذارن که آدما رو میشونن، میگن
نظر همدیگر رو زیر سوال ببرید، مذاکره کنید و همدیگر رو زیر سوال ببرید و یکی باید برنده بیاد بیرون. و اینا همه روش داره دیگه، روش‌هایی که تو یاد بگیری که چطوری حرف بزنی که آدم‌ها تو رو بپذیرن، چه جایی کوتاه بیای از نظراتت. اصلا برای زندگی خود آدم خیلی مهمه. من خودم رو اگه تا الان به جای رسیدم که خودم ازش راضیم، خودم مدیون این قدرته میدونم که بگم شاید الان اشتباه کردم، شاید این مسیری که برای همه امنه و درسته شاید مسیر درسته نیست، برم از این زاویه دیگه ای برم. چقدر نکته جالبی بود. خودم اینو خیلی خیلی دوست دارم، خیلی بهش سعی می‌کنم پایبندشم. خیلی سخته، اصلا اینجوری نیست که اصلا بشین تمرین کنی اتفاق بیفته. خیلی از خودگذشتگی می‌خواد که اون چیزی رو که مخصوصا تو جامعه ما و تو جوامع شبیه جوامع ما خیلی خط قرمز زیاده، خیلی آخدمده، این دیگه هیچکی حرف نزنه، این دیگه حتما درسته، این 1000 ساله که درسته. میدونی تو این جوامع سخت‌تر هم هست و متاسفانه آموزشش هم نبوده. کجا آمدن به کسی آموزش بدن که متفاوت فکر کن؟ مثلا یه بار خودتو زیر سوال ببر، اعتقاداتت و طرز فکرتو زیر سوال ببر. تو بیزینس هم خیلی مهمه. به عنوان یه بیزینسمن، مثال بیزینسیش هم داریم، اسمشون رو الان فراموش کردم، ولی مثلا صاحب کمپانی که بلکبری رو میساخت، چرا بلکبری دووم نیاورد و اپل اومد بلکبری رو نیست و نابود کرد؟ بلکبری که اولین موبایلی بود که اصلا ایمیل دقیقاً. چرا بلکبری از بین رفت با اینکه فاوندرش آدم باسواد خفن درسته؟ همین یه نکته، مدیر بلکبری نمیتونست اینو بپذیره که موبایل کار کامپیوتر رو بکنه و میگم نه، آدما اینو نمیخوان و مدت‌ها با این کنار نیامد تا اینکه اپل اومد موبایل رو کرد، لپتاپ و همه چی رو گذاشت رو شد، همه اپلیکیشن‌ها اومدن و اصلا بلکبری نتونست ساپورت کنه و تمام. مثلا کاسیو هم سر همین راه افتاد، ساعت‌های سوئیسی رو نمیتونستن بپذیرن و بعدن سوئاچو زدن سر همین مورد وقتی دیدن کاسیو خیلی قسمت اعظمی از بازار رو گرفتش. آره جالب بود. تو حسابداریم خیلی ما اینو داریم. میدونی من یه چیزی که میگم اینه که قدیمی‌ها اومدن تعریف کردن آقا حسابدار با همه چیز دام باشه. دقیقاً. و وقتی که همه رو این قفل می‌کنیم، همه رو این میمونیم، همه میگیم فقط همینه، این یه مثلثه، ما خارج از این مثلث و باکس فکر نمی‌کنیم، گیر می‌کنیم، راکت میشیم، میمونیم و رشد نمی‌تونیم درست بکنیم. و این اتفاق خیلی داره میفته، خیلی. دقیقاً به خاطر اینکه الان که با پیشرفتی که AI داره تو همه حوزه‌ها، نه تنها مالی، هر حوزه‌ای که شما یه اکسل میدی به چت جی پی تی برای تحلیل میکنه، اون اکسل تو میگه میانگینش اینه، نمیدونم ماکسیمومش اینه، مینیمومش اینه، این کارو اصلا همه. خب تو اون آدمی که تا دیروز دیتا ساینس انجام میداد، میشه مثلا 10 ساعت چه میدونم 5 روز روی چیزی کار می‌کرد، اون آدمه باید قدرت تجدید نظر داشته باشه که آقا این روش من دیگه جواب نمیده، من باید برم از این AI استفاده کنم و بیام تو این رودخونه شنا کنم، هرچند که این رودخونه منو داره از نقطه امنم میکشونه بیرون. برای همه رشته همینه، آدم باید خودشو آماده کنه دیگه، اینقدر نباید تو اون باکس خودش باشه که نتونه این تغییره رو مثلا تحمل کنه، باهاش همراه بشه. همین فردا معلوم نیست که من همیشه اینو میگم، یا همین فردا مثلا ممکنه آدما دیگه تصمیم بگیرن اتاق فرار نرن. آیا من اینقدر آگاه هستم که بدونم خب چه تفریح جایگزینی است، مثلا اتاق فرار کجای دنیا هست، چه چیزی میتونه روی این بیزینس تاثیر مثبت و منفی بذاره. این که مثلا من چون عاشق اتاق فرارم مثلا میگم و من امین مهرداد مثلا ما چون خیلی دوست داریم این، پس بگیم که نه دیگه این دیگه تهشه، هیچ سرگرمی جایی رو نمیگیره. میدونی همیشه ما آماده این باش که یه چیز دیگه میاد و تو باش همراه شی. اصلا شاید یه تکنولوژی اومد کمک کرد.
جالب بود. خب برگردیم سر داستانی که تایملاینی که داشتی میگفت. آره رفتیم سوشال اتاق فرار رو اونجا دیگه امین که با مهرداد رفت، امینم با مهرداد رفت اتاق فرار دیگه. این کلید این که یه پلتفرم داشته باشیم بین امین و مهرداد زده شد و بعدم من این سال 97 بود که این اتفاق بین امین و مهرداد افتاد. بعدم من جسته گریخته در جریانش بودم و اینا. خب خیلی مثلا خیلی پیچیده بود. ببین دیجیکال رو تازه مارکت پلیس رو راه انداخته بود، یعنی از سلر بیرونی استفاده کنه محصول بفروشه. پلتفرم تایم فورفان هم خواست همین کارو بکنه، میخواست بستر رزرو اتاق فرار شه، خودش نمیخواست اتاق فرار بزنه. باید آدمایی که اتاق فرار داشتن بهش اعتماد میکردن و مهرداد امین تو سایت بیزینسی مهرداد خیلی روی موضوع کار کرد، نتورک کردن، ارتباط گرفتن، دغدغه‌های آدما رو شنیدن و باهاشون نشست و برخاست کردن، تو دیتیل این بیزینس وارد شدن. امینم تو حوزه فنی دانشی که ما از دیجیکالا داشتیم، اول تو حوزه وبسایت، بعدش هم من اضافه شدم برای اینکه پرداخت‌های پرزنتر دقیقاً مثل پرداخت‌های سلرها بود. ما باید براشون اینوایس جنریت می‌کردیم، باید جزئیات بهشون نشون میدادیم، کنسلی رو هندل می‌کردیم. بعد عرضم به حضورت که همه اینا یه بیزینس تقریبا مشابه بود دیگه، فروش کالا نبود، پلتفرم رزرویشن بود، مشابهش تو دنیا بوکینگ بود، ایربی‌ان‌بی بود. همه اینا رو مطالعه کردیم. ما سایت بیزینسی مردادم ما سایت فنی مردادم سمت بیزینسی. حتی من یادم که ما قبل از کرونا فکر می‌کنم بود یا توی کرونا بود، دقیقاً یادم که ما یه مشاور آمریکایی هم داشتیم، باهاش ارتباط گرفتن مهرداد و امین، یه چند بار ویدیو کال کرد و چون این بیزینس تو آمریکا، تو انگلیس، تو ژاپن این بیزینس خیلی گسترده‌تر داره کار میکنه، تعدادی خیلی بیشتره. خب اصلا بیزینس فکر کنم سرگرمیش که از ژاپن اومده و ژاپن بستر خیلی از سرگرمی‌های ریالیتی شو، ریل لایف گیم ها هستش. خیلی چیزا میشد ازش یاد گرفت. خیلی هم موقع کمک کرد. تایم فورفان شروع کرد نظر گرفتن و اتاق فرار فقط اد کردن که این اتاق فرار در ایران وجود داره. حالا اگه رفتی بازی کردی بیا نظر بده، امتیاز بده، حالا مثلا با ما گفتیم پوستر بازی تو بذار، ما فقط نمایش میدیم. مدت‌ها طول کشید، تقریبا تا سال 98 اوایل 99 طول کشید که مثلا بخوان تراست کنن، فروششون رو بدن به ما که ما پولشون رو بهشون میدیم دیگه، چون این مدل مارکت پلیس جدید بود، آدما براشون سخت بود که باور کنن که اعتماد کنن. مثلا منو چه پولم میده. خلاصه کم کم ما حتی تو کرونا فکر کردیم که این بیزینس مثلا از بین میره، یعنی باید شاتداون کنیم چون کرونا شده، هیچ کی از خونه بیرون نمیاد اینا. ولی همچنان ما مثلا پاش وایسادیم تا سال 99 و دیدیم که نه، مردم دوست دارن این وبسایت رو و دوست داشتن مردم باعث شدش که پرزنترها بیان ببینن که خب یه وبسایتی هست که آدما میرن توش اتاق فرار سرچ میکنن، یعنی شناخته شد توسط پرزنترها. و بعد شروع کرد فروش رو باز کردن و خدمات فروش رو ارائه دادن به مشتریا و خب فیچرهای مختلف دادیم که مشتریا مثلا بخشی از پول رو تسویه کنن، این کارو بکنن اون کارو بکنن، براشون راحت تر باشه. هر تایمی هم یه سری فیچرهای با توجه به اینوستیگیتی که می‌کردیم، تحقیقی که می‌کردیم، یعنی مشتری دغدغه‌اش چیه، پرزنتر دغدغه‌اش چیه، هنوزم حالا راه داره به نظرم. پلتفرم نگهش داشتیم توی کرونا. اتفاقا چون مردم بیرون زیاد نمیرفتن، با کسایی که میشناختن آره. مثلا با ارائه دستکش و ماسک و ضد عفونی کننده و اینا، با این صحبت با پرزنترها که مثلا فضا رو بعد هر اینکه یه نفر میره ضد عفونی بشه، خیلی همچنان بازخورد داشت، یعنی رزرو انجام میشد و سایت همچنان داشت کار میکرد. ادامه دادیم. کرونا که تمام شد این سیر همچنان داشت اتفاق میافتاد. من یادمه که مثلا سال 96 که ما رفتیم اتاق فرار، مثلا من 4 تا اتاق فرار کلا میشناختم. پلتفرمی که بیزینس رو اسکیل کرد باعث شدش که مثلا این الان من فکر کنم ما 500-600 تا اتاق فرار داریم توی سایت تایم فورفان، 800 یا 900 خورده. خب شما خودم میرم. آره شما بهتر میدونید. حالا اینکه چقدر تو کل ایران هست، چقدر شما داریم پوشش میدیم، فروشش رو، اون بحث جداییه. یک بیزینسی خلق شد که آدمی که مثلا دوست داشت کار خلاق انجام داده، سرگرمی دوست داشت، به جای این که مثلا بگی من باید لزوما برم مثلا، حالا اصلا دوست نداشت بره دانشگاه، شاید یا دانشگاه رفته مثلا هنر خونده بود،
دوست نداشت بره سر کار، مثلا اینجوری صبح بره ظهر شب بیاد خونه. مثلا به این فکر کرد که خب من که دوست دارم، خب اتاق فرار میدونم چیه، بازی بلدم چیه، بلدم بازی طراحی کنم، خب این پلتفرمی هست من این بازیمو میذارم توش، آدما برای من خودش تبلیغ میکنن، آدما میان رزرو میکنن. یعنی از 3-4 تا 5 تا 6 تا اتاق فرار که دست یک سری مجموعه‌های خاص بود که اونا قطعا رفته بودن خارج از ایران، آموزش دیده بودن، تحقیق کرده بودن، اومده بودن این بازی رو وارد ایران کرده بودن، تبدیل به این سرگرمی شد. خب خیلیا میتونستن این سرگرمی رو ستاپ کنن و با استفاده از پلتفرمی که امکان رزروش رو به مشتری‌ها میده خودشون رو معرفی کنن. و تو گذشته مثلا تو می‌خواستی یه چیزی رو وارد ایران کنی، حتما من میرفتی اونجا امتحانش میکردید، میدیدیش. الان با یه سرچ تو گوگل و با یه 4 تا سوال از چت جی پی تی و اینا تو خیلی دیتا به دست میاری و میتونی خیلی چیزا رو تو پروسه کوتاه‌تری مثلا وارد کشورت بکنی، ازش استفاده بکنی. تو این مسیر تایم فور فان حسابداری کجا بهت خیلی کمک کرد؟ سوال خوبی پرسیدین. توی تایم فور فان خب من بیشتر تو حوزه پروداکت کار کردم، اما اوایل تایم فور فان تمام کار مالی تایم فور فان دوباره با خودم بود، تا اینکه تایم فور فان به نقطه‌ای رسید که خب احتیاج داشت که یه حسابدار مثلا چیزتر داشته باشه، تمام وقت‌تر داشته باشه، یا کسی که بتونه با ممیز بره جلسه، چون من که اصلا خب از این تایم بعد دیگه ایران نبودم. بعدش هم که خب من آدم رفتن جلسه با ممیز و اینام که نبودم، مثلا مدل کاری می شکلی نبود. تا اون موقع خودم انجام میدادم همه کاراشو، ولی جایی که حسابداری خیلی به من کمک کرد و فکر میکنم اصلا آدما جدا از اینکه حسابدار هستن یا نه، باید یه واحدی، یه کتابی، نمیدونم یه جوری تو اینترنت سرچ کنن و در این حوزه بخونن. حوزه بودجه بندی خیلی به ما کمک کرد، به خاطر اینکه ببینین تو برهه‌ای از زمان که خیلی از استارتاپ ها توی کرونا یا توی 1401 توی ایران افتاد، مشتریاشون از دست دادن، بیزینسشون داون شد. خب یکی از اصلی ترین دلایلی که بیزینس داون میشه اینه که کش فلو نداره دیگه، یعنی شما پولتو مدیریت نکردی. ما تو تایم فور فان من از علم مالی که سالها یاد گرفته بودم استفاده کردم. خیلی مرداد و امین البته همکاری کردن، چون خب اونا هیچ دیدی نداشتن، انگار مجبور بودن که من یه چیزی میگم بپذیرن دیگه، چون نمیتونستن تازه برن مطالعه کنن که وقتشو نداشتن. ما کش فلو رو خیلی مدیریت کردیم. ما همیشه تو اون تایم هایی که میدونستیم مثلا توی کرونا ما با بحران مواجه شدیم دیگه، درسته فروش داشتیم ولی باید همیشه هزینه رو کنترل میکردیم و میدونستیم که چه درآمدی قراره داشته باشیم، چه هزینه‌هایی باید داشته باشیم داریم و چه هزینه‌ای لازمه داشته باشیم برای رشد. دوباره تو اتفاقات اخیری که تو ایران افتاد، دوباره ما با یه نسلی در ارتباط بودیم که نسلیه که شوخی نداره، نسلیه که گولش نمیتونی بزنی، نسلیه که اصلا یهو میزنه زیر میز میگه برو بابا اصلا نمیخوام دیگه. نمیدونم با نسل زد کار کردین قطعا. من همه بچهای دفترم تیم نسل زدن تیمم. این نسلی نیست که مثلا تو براش ادا در بیاری، تو باید باش صادق باشی، باید تو رو دوست داشته باشه، باید پشتیبانیت کنه و خیلی راحت یهو میذارتت کنار. خیلی مهمه که تو به ارزشاش احترام بذاری، پرسونای برند تو بشناسی و به اون پرسونای احترام بذاری و آماده باشی که یه جاهایی باش هم مسیر بشی. یه واقعیتی که هست اینه که توی یه تایمی ما اصلا نمیتونستیم تایم فور فان تبلیغ کنیم. هر تبلیغ این امکان رو داشتی مخاطب ما بگید به چه حقی تو الان داری خودت بازی بکنه تو سرت، اصلا نمیپذیرم اینو. و ما باید عقب نشینی می‌کردیم، گفتیم ما تبلیغ نمی‌کنیم. تبلیغ نکردن یعنی کمتر دیده شدن، یعنی پول کمتر ولی هزینه‌های ثابت تو سر جاشه دقیقاً. مدیریت کردن این واقعا علم، یعنی باید مالی زندگی کرده باشی. تو زندگی شخصیم خیلی حسابداری مالی به من کمک کرد. یعنی من همیشه میگم اگه من حسابداری نمی‌خوندم یه آشپز خوب می‌شدم، مثلا یه آشپزی که با عشق داره تو رستوران خودش غذا درست می‌کنه، چون عاشق آشپزی ام. فراموش کن حرف منو گوش کن، بخند بیا مغز تو خاموش کن، به من فکر کن پیچ دلو صفر کن، قلبمو ببر نوازش کن، تو نازش کن تو نازش کن تو نازش کن. موزیک روشن هوا
خیالی حالم خوبه، خوشحالم. مثلا همیشه تو لحظات خوب زندگی شروع می‌کنم قابلمه‌ها رو درآوردن آشپزی کردن. آشپزی هم تو خونه ما غذا خوردن و سر یه میز نشستن و غذای گرم خوردن ارزشه در واقع. هم قبل ازدواج هم الان که ازدواج کردم این خیلی ارزشه که تو محیط خونه یه میزی داشته باشی، بچینی قشنگ دور هم غذا بخوریم. اینکه دور یه میز بشینیم مثلا با هم دیگه شام بخوریم، مثلا یه فرهنگ قشنگی هم هست. یه نکته جالبی که من بعد مهاجرت متوجه شدم بودش که اینکه غذا رو ما ایرانی‌ها تو دیس میریزیم و بعد با هم دیگه شیرش می‌کنیم. تو خارج از ایران هر کی غذای پرسی خودش رو سرو این شکلی دیگه، غذا توی یه بشقاب خودت سرو میشه و تو تکیم رو میخوری، تو چیزی رو با کسی شیر نمی‌کنی. خیلی بعضی از رستوران‌های ایرانی مثلا از قدیم اینجا کار کردن، از قدیم منظورم خیلی قدیم مثلا 60-70 سال پیش، اینو به عنوان فیچر توی رستورانشون که ما این امکان رو به شما میدیم که یه غذایی رو یه مدل مثلا 5 نفره براتون سرو می‌کنیم که شما این حس شیر کردن فارسی و پرژن رو درک کنی به عنوان یه خارجی که چه حسی داره که مثلا سر یه میز دیسر رو هم دیگه رد و بدل کنی. خلاصه مثلا فکر کنم آشپز می‌شدم و خیلی هم دوست داشتم، یعنی هنوزم دوست دارم مثلا یه رستوران کافه داشته باشم، یه جای دنج و کوزی، نه یه رستوران لاکچری نه. ولی وقتی تو زندگیم نگاه میکنم ببینم که مالی بلد بودن خیلی تو زندگی من تاثیر داشته. اینکه کجا چه پولی و کجا سرمایه گذاری کنی، اون پولی که داره در میاد و کجا خرج کنی، چجوری 2 تا بکنی 4 تا بکنی 8 تا. چون واقعا تو دنیای امروز اقتصاد مهمه دیگه، تو باید بلد باشی که چطوری منیج کنی پولتو. و پول منیج کردن یه کتابی هست اتفاقا، ثروتمندترین مرد بابل. خیلی کتاب ساده‌ایه ها، ولی اگه بخونینش چیز متد ساده‌ای رو داده برای اینکه شما اینجا به مشکل مالی نخوری، اما انجام دادنش واقعا نیاز داره که هم استریکت باشی، یعنی پافشاری کنی، بهش متعهد باشی، همین که درک کنی که نویسنده مثلا داره به چی میگه که آقا مثلا من بگم 1/3 پولتو اینجا خرج کن، 1/3 پولتو اینجا خرج کن، یعنی این که فردا از جلوی یه چیزی دیدی نگی حالا این دفعه حالا مثلا به جای 1/3 1/10 رو سیو. میدونی چی میگم؟ این که متعهد باشی به مسائل مالی رو من از مالی یاد گرفتم. بعد این کتابایی که خوندم دیدم چه جالب، اونایی که مثلا شاید مالی نخونده باشن بتونن این کتابا رو بخونن و یاد بگیرن که مالی توی زندگی به عنوان یه بیزینس وومن، بیزینسمن، به عنوان یک انسان که داره یک زندگی رو مدیریت میکنه، نمیدونم خانم خانه داره، مردیه که حالا مدیریت میکنه مسائل مالی رو، خیلی کمک میکنه. به من خیلی کمک کرد و من بیشتر از مالی توی این چیزا استفاده کردم، یعنی توی زندگی شخصیم استفاده کردم و توی بیزینس استفاده کردم. اینجوری نبوده که مثلا برم با این تخصص یه کاری انجام بدم، لپتاپم ببندم و دیگه اصلا ندونم مالی چیه. باهاش زندگی کردم در واقع. این زندگی کردن با مالی، این که هم توی کسب و کار داشته باشی، هم کسب و کارهای دیگران رو عملا راه انداخته باشی، هم ران کرده باشی. خیلی قوی بود حرفایی که زدی، خیلی قوی بود. فکر کن که من واقعا من امین ما آدمایی هستیم که زندگیمون از صفر شروع کردیم. اینجوری نبوده که همه چیز رو همیشه باید درسته پدر مادران بودن و میشد ازشون استفاده کرد، کمک گرفت یا یه جاهای کمک‌هایی کردن، ولی واقعیت اینه که ما جزو اون آدمایی بودیم که باید زندگی خودمون رو میساختیم کاملا و چیزی برامون آماده نبوده. خیلی از دور وقتی نگاه میکنن مثلا به من میگن که خب تو که اینجوری الان هم که انگلیسی و نمیدونم اینجوری میای ایران و نمیدونم حالا ایران هم یه شرکتی دارید و با مثلا کوفاندرتون و اینا اونجام که حالا یه زندگی کیف میکنی دیگه. این مسیره من هر دفعه خیلی چیزا رو ازش گذشتم. من از خیلی راحت مدیره کارخونه نمیدونم مدیره مالی کارخونه تولیدی گذشتم، از تو بزرگترین شرکت خاورمیانه مدیر بودن گذشتم، از زندگی کردن توی جای گرم و نرمم تو ایران
گذشتم که بیام اینجا مارکت ریسرچ کنم، ببینم اینجا چه خبره، تو حوزه اتاق فرار اصلا اینا چی کارن، چه اتفاقی داره تو دنیا میفته. حالا این میتونه 2 سال باشه، میتونه 3 سال باشه، میتونه 5 سال باشه. گذشتم از خیلی چیز. من میتونستم هیچ کدوم این کارا رو نکنم، یک نقطه امنی برای خودم درست کنم. و اون چیزی که تو از بیرون میبینی و فکر میکنی که خیلی داره همه، مثلا چه جالب، چه باحال که اینجوریه، ولی این باحالیه که تو الان داری میبینی اصلا مسیرش باحال نبوده. مسیرش مسیری بوده که تو فقط سکریفایس کردی، یعنی گفتی آره این سختی که آدم میکشه من حس میکنم خیلی ارزش داره. میدونید من چیزی که فهمیدم تو زندگیم یعنی این نیستش که ما از راحتی بتونیم لذت ببریم. یعنی من اینجوری نیستم. لذت من الزاماً با راحت بودن نی. لذت من تو اینه که مثلا یه مسیری رو طی کنم، یه زیست قوی داشته باشم، تجربیات زیادی داشته باشم. یعنی لذت من تو اینه که بتونم زندگی کنم. زندگی قسمتیش راحتیه، قسمتیش سختیه، قسمتیش درد کشیدنه، قسمتیش اذیت شدنه. مثل خروجم از بازاری که بازار فرش که قبلا کار می‌کردم داشتم، مثلا اون زمانی که من دفترم که راه انداخته بودم دفتر اشتراکی بود با یکی از دوستام، مثلا مشترک خیلی خوب بود ولی خب سخت بود واسم. مثلا اون زمانی که مشتری نداشتم، تازه داشتم رفتم جلو، یه نیش مارکت انتخاب کرده بودم. میدونی اون زمانی که اصلا اولین پرونده مالیاتیمو گرفتم، رفتم اونجا میدونم به دید بچه بهم نگاه میکنن، دست میندازن مثلا منو. اینا قسمتی از مسیره به نظر من که تو این مسیر بودن، تو این قسمت‌ها رو طی کردن همش لذت بخشه. آره این چالنجی که برای خودت ایجاد میکنی درست سخته. اصلا من حالا یه کتابی از اسمشو نمیتونم بگم، راستش مال مارک منسونه، احتمالاً خیلی اسمش شنیدن، هنر رندانه، ادامهشو نمیتونم بگم چون اصلا تو زبان فارسی کلمه درستی نیست. آها این که همیشه دایورت میکنن. آره The Art of Not Giving a Fuck، خیلی کتاب خوبیه. یه هنر رندانه، ما اسمش دقیقاً بچه‌ها فکر کنم بدونم، ما یه هنر رندانه بچیچیم گرفتن. آره دقیقاً. ترجمه نیک ارشادیش هم هست که خیلی خوبه. اگه کسی میتونه این کتاب بگیره بخونه. اصلا تو این کتاب میگه قرار نیست که ما راحت زندگی کنیم، قرار نیست که اگه یه مشکلی رو حل می‌کنیم میگه همه چی تمام بشه دیگه، پامون رو دراز کنیم بگیم تمام شد دیگه. اصلا زندگی همینه که شما یک مشکلی رو حل می‌کنی و مشکل بعدی تو بزرگتر از مشکل قبلیه. من الان وقتی به گذشتم نگاه میکنم میبینم اون چیزی رو که من سال 92 سال 82 نمیدونم 7 اونا برام مشکل بوده، الان اصلا برام دستگرمی، اصلا دغدغه‌ام نیست. و میبینی جذابیت زندگی به نظر من کجاست؟ اونجاست که تو اون مشکلی رو که باهاش حال میکنی، باهاش عشق میکنی پیدا کنی و با اون سر و کله بزنی، چون اون درسته، نه با اون مشکل. ببین کجا آدم فرسایشی میشه زندگیش؟ اونجا که تو با چیزی دست و پنجه نرم میکنی که برات اصلا جذاب نیست. یعنی تو مسیر رسیدن به یه چیزی هستی که احتمالاً برای تو نیست و حالا باید با مشکلاتش هم دست و پنجه نرم کنی. مثلا میدونی چی میمونه؟ مثل این میمون که مثلا من بخوام مثلا چه میدونم بخوام تو بانک کار کنم، من با چی دست و پنجه نرم میکردم تو خودم الان فکر کنم خب اولا من هر روز باید یه لباس فرم بپوشم برم سر کار، هر روز یه ساعتی برم، هر روز یه ساعتی بیام بیرون، هر روز پشت یه میز بشینم و هر روز یه کار رو انجام بدم. این برای یکی با یه روحیات قشنگه ها، جذابه، مثلا دوست داره کار کردن با اون اعداد و ارقام اون محیطو. اگه من میرفتم تو اون مسیر و با دغدغه‌های اون، با مشکلات اون، با وامم، با حالا برم بانک بهتر، با حالا بشم معاون بانک، بشم رئیس شعبه، با اون دست و پنجه نرم می‌کردم، اونجا من جای غلط ماجرام بودم. ولی من الان با چی دست و پنجه نرم می‌کنم؟ درسته من بانک سامان ندارم، بانک پاسارگاد ندارم تو زندگی و تایم فور فان رو دارم و یه زندگی توی خارج از ایران حالا به صورت موقت دارم، ولی دارم با چیزی دست و پنجه نرم میکنم که برام جذابه. مشکل اگه یه مشکلی پیش میاد با تیم فنی، با بیزینس، با سایت، با رقیبه، من دارم با چیزی دست و پنجه نرم میکنم که دوستش دارم. درست مشکله، درست درده، ولی اون چیزی که قراره این درد رو که تسکین دادم بهش برسم، اون چیزیه که من دوستش دارم دیگه. پس این برام قشنگه با این سر و کله زدن، با همه سختیش، دعواهاش، اعصاب خوردیش. باید تو مسیر درستت مشکل خودت رو پیدا کنی
و رشد آدم اونجایی که هر روز اتفاقا با مشکلات خفن‌تری دست و پنجه نرم. خیلی عالی بود که گفتگو جذاب بود. نه اصلا موضوع شعاری نبود، زندگی خودتون میگی. نه من خودم همیشه حرفای انگیزشی زدم این چیزا خیلی بدم میاد، زرد میدونم، ولی آدم وقتی زندگی خودشونو میگن خیلی قشنگه. میدونی آدم وقتی زندگی خودشونو میگن نشون میدن که آقا این دیدگاه هم هست. یه سری که دیدگاه تو رو مثلا دیدگاه دیگه‌ای دارن، دیدگاه تو رو ندارن، به اینا میتونن فکر کنن. آره یا اصلا به جز این تو کنار هم میبینی کدوم برای تو کار میکنه. آخ آره من یه چیزی که به همیشه دوستان، یعنی به تیمم میگم، به دوستان میگم آقا درست و غلطو بزن تو دیوار، چی مناسبته چی مناسبت نیست. دقیقاً هیچ چیز درست و غلطی به جز ارزش‌های بنیادی جهان که خب یه چیز مشخصیه، هیچ چیز 100% درست و غلطی تو دنیا نیست که ما بگیم که مثلا این چیزی که من فکر میکنم درسته، چون اصلا اونجاست که دیگه یادگیری تو متوقف میشه. تو اگه مطمئن باشی، ببین اون کسی که نوکیا 1120 رو تولید کرد، اگه هم فنهای اون، یعنی کسایی که تو حوزه اون مهندسی کار میکردن، اگه فکر میکردن این نوکیا دیگه درسته است که دیگه هیچ وقت آیفون در نمیومد که. دقیقاً سالهای سال ما با همون نوکیا داشتیم کار میکنیم. آدم‌ها وقتی پیشرفت کردن که به خودشون شک کردن، به اون چه که فکر میکردن درسته شک کردن. مثلا قشنگی زندگی تو همینه. چقدر عالی. سارا دمت گرم دعوتانه پذیرفتی. مرسی قربان. من یه نفر دیگه میخوام دعوت کنم که توی لایو ما بیان، دوست برنامه‌نویسمون که شما باشون اتاق فرار رفتین، الان پشت دوربین شما و خیلی دوست دارم که کنار شما بیان بشینن، ما ایشون همسر شما امین آقا رو ببینیم. سلام آقا چاکریم. سلام خوبی؟ یه ذره چون تصویر دیلی داره اگه یه ذره صبر کنی. آها خب تصویر من شما اومدین. مخلصیم. امین جان چطوری شما؟ خوبی؟ مخلصیم. آقا ازدواج کردن با حسابدار و زندگی با حسابدار چجوریه؟ خیلی خوبه. ما که عملا میتونم بگم که ازدواج کردن با سارا برای من اینجوری بود که اون قسمتی از زندگیم که ناقص بود و سارا تونست تکمیل بکنم دیگه، به خاطر همین خیلی عالیه. آره ازدواج واقعا همیشه مفهومو داره، چون خیلی وقتا میگن آقا حسابدارا آدمای خشکین که عدد رقم میفهمن، همیشه تو خودشونن، همیشه درونگران، همیشه صبح میان شب میرن با کاغذ و پرینتر و اکسل سر کار دارن و همه چیزم سند میخوان ازت. برای همه چی داکیومنتاشو دارن. آره واسه همه چی داکیومنت داشته باشیم. من فکر کنم حسابدارا کلا اونجوری که من شناختمشون، نه به جز سارا، دوستای دیگه حسابداری که داشتیم همیشه دو تا چهره دارن، یه چهره توی کار، یه چهره بیرون کار. واسه من خیلی جالبه که توی بیرون کار کلا شخصیت دیگه هم، داخل کار خیلی جدی، برای اینکه همه چیز باید اونجوری که بر اساس علمشونه باید همه چیز دقیق پیش بره و باید کمکشون کرد که به اون چیزی که میخوان تو اون حوزه کارشون برسن. خیلی جدی هم، ولی بیرون کار خیلی جذاب‌تر میشن. توضیحاتی که شما بدید. آره واسه همین تو اتاق فرار خوشتون. آره چون حساب داره قراره به کسی جواب بده. عدد ارقام شوخی نداره که تو یه جا رو شل بگیری باید پول رو به جایی بدی که مثلا پول شوخی نداره کلا. آره واقعا همینه، پول شوخی نداره. واقعا همینه. خیلی لذت بردم، خیلی انرژی گرفتم. مخلص. اینجایی که من هستم کولر گازی پشت سرمه، بعد به خاطر اینکه نویز تو صدا نیفته روشن نمی‌کنیم. من الان که مثلا حس این که میخوام یه ذره پادکست رو تموم کنیم و مثلا صحبت رو به انتها برسونیم تازه دارم دما رو میفهمم. قبلش واقعا داشتم لذت می‌بردم، اصلا علائم حیاتی من قطع بود، داشتم واقعا لذت می‌بردم. من میخوام از سایت تایم فور فانی هم که داریم واقعا تشکر کنم. یعنی من زمانایی که خیلی مثلا حالم بده، خیلی انرژیم کمه، میرم اتاق فرار، حالم خوب میشه. زمانایی که مثلا خیلی تو کار بهم فشار اومده، خیلی مثلا اذیت شدم، میرم اتاق فرار، واقعا حالم خوب میشه. یه سری وقتام که عصبانیام باز میرم اتاق فرار، حالم خوب میشه. حالا من خوب باشه میرم اتاق فرار، حالم بهتر میشه. خیلی دوست داریم این سایتتون رو و واقعا لذت بردم ازش. باعث افتخار ما. پس یه تشکرم بکنیم از اون بچهای خلاقی که با همه مشکلاتی که هست پای این بازی و سرگرمی تو ایران وایسادن و لحظه‌های خوب برای شما، برای ما و برای همه آدما
میسازن، هر روز همین علمشون و هنرشون رو ارتقا میدن. واقعا بچهای خفنی هستن. من خیلی خوشحالم باشون همکارم. خیلی خلاقن. خیلی ممنونم ازتون. دستتون در نکنه. منم خوشحال شدم، واقعا انرژی گرفتم. امیدوارم اذیت نشده باشین. اختیار دارین. سلامتش. مخلصیم. امین جان دستت در نکنه که دوربین و کادر رو همراهی کردیم. چاکریم. سلامت باشی. ساده جان ازت ممنونم. روز خوبی داشته باشین. خداحافظ. آقا من تشکر کنم از دوستان پشت صحنمون، دوباره دمتون گرم. آقا سعید، آقا هادی که رفتن و آقا پارسای عزیز. خیلی چاکریم.